ما توی جلسه دومی که امروز در خدمتتون هستیم، مبحث اصلی که میخوایم صحبت کنیم ازش، جلسه قبلی گفتیم ما یه سری فاکتورها داریم برای سئو که حالا بهشون میپردازیم در طی دوره. امروز یه سری از اون فاکتورها رو میخوایم ازشون صحبت کنیم. بعد از اون یک موضوعی داریم به نام پرسونا یا همون نیت، مثلا کاربر چی فکر میکنه، چی، حالا توضیح کامل نسبتش میدیم. یه موضوعی داریم به نام اینتنت که اسم دوره‌ای که شما ثبت نام کردین، حالا که من تدریسش میکنم، اسم دوره سئو اینتنت بوده. حالا به اونجا که برسیم از اهمیت این موضوع صحبت میکنیم. موضوع بعدی سرچ کنسوله که حالا تو آخر جلسه بهتون میگم که حالا باهاش میخوایم چیکار انجام بدیم. خب ببینید، از مهمترین عواملی که کلا رو حوزه سئو ما داریم، جلسه قبلی هم بهش اشاره کردیم، حیات گوگل گفتیم در وجود شماست. یعنی شمایی که سرچ میکنی، شمایی که میای گوگل ادز میخری، شمایی که سایت داری، شمایی که محتوا تولید میکنی و همه این فاکتورها. پس یه عامل خیلی مهم داریم که ما میتونیم برای استارت رنکینگ فاکتورهامون داشته باشیم و اون موضوع یوزر اکسپریانسه. یوزر اکسپریانس به معنای تجربه کاربره. کاربر هر چقدر رو سایتی که ما داریم تجربه بهتری داشته باشه، قطعا رو سئو ما تاثیر داره. چرا؟ چون که حیات گوگل به کاربرش بسته است. پس واسه اینکه کاربر نگه داره سعی میکنه عواملی رو در رتبه دهی داشته باشه که کاربرها روش نقش داشتن. خانم ماشینی، SEM چیه؟ بله. اون پایین نوشتیم SEM. SEM بله. فکر کنم سرچ، خب یه چیزی که نمیدونم، سرچ باید باشه، یادم نمیاد. ادامهش نمیدونی بقیه‌شو؟ سرچ نه یادم نمیاد، دیدم ولی الان اصلا حضور ندارم که چی. رضا جانم بفهم. سلام، سلام، روزت خوبین؟ بخیر، خوبی؟ خسته نباشی. بهتری؟ شما میدونی SEM سلام. چیه؟ سرچ انجین مارکتینگ اگه اشتباه نکنم. ببینید بچه ها، ما سئو رو جلسه قبل بهتون توضیح دادیم. سئو میشه Search Engine Optimization، یعنی بهینه‌سازی موتورهای جستجو. یه چیز دیگه داریم به نام SEM، Search Engine Marketing، یعنی ابزارهای مارکتینگی که با موتورهای جستجو وجود داره که سئو زیر مجموعهشه. زیر مجموعه دیگه هم میشه گوگل ادز و ابزارهای دیگهش. ولی اینو گفتم یاد بگیرین چون که لازمشون داریم. جلوتر من نمیتونم هی بیام مثلا توضیح بدم، جلوتر که بریم هی از اصطلاحات تخصصی استفاده میکنم و دوست دارم که شما اینا رو یاد داشته باشین، در اون تایم بتونیم حتما ازشون استفاده کنیم. خب ببینید بچه ها، ما یک سری عواملی داریم که روی داستان تجربه کاربر ما تأثیر گذاره. یعنی گوگل نمیتونه بیاد همینجوری در نظر بگیره کاربر با من حال کرد یا حال نکرد. واسه این حال کردن و حال نکردن های ما معیار داره. حالا چه معیارهایی داره؟ محمد جواد میدونی CTR چیه؟ محمد جواد لک نمیدونی؟ کسی میدونه CTR چیه؟ نرخ کلیک میشه فکر میکنم به فارسی. کلیک آره، کلیک چیزی، حالا یادم نیست کلماتش که، ولی نرخ کلیک یه همچین چیزی باید معنی کنه. درست. CTR. خب نه این نیستش، فقط نرخ کلیک نیست. بذاری من از فایل از شیر در بیارم، پرزنتیشنمون رو ببریم سمت کل اینتایر اسکرین رو بگیریم، چون میخوام انجام بدم و ببینید که چی اصلا CTR. بچه ها هر جا سوال داشتین بپرسین، چون که داریم وارد مباحث جدی میشیم دیگه. یعنی الان دیگه خود سئو این وسطشیم قبلا. کلیک ثرو ریت اوکی، درسته، تعریف درسته، ولی حالا اینکه چی هست رو الان بهتون نشون میدم.
ببینیم بچه ها، من سرچ میکنم مثلا خرید بلیت هواپیما. خب هر کدوم از این صفحات، این چیزی که من سرچ کردم به هر کدوم از اینها یک چیزی میده به نام ایمپرشن. الان اینا دارن ایمپرشن دریافت میکنن. خب ایمپرشن مثلا میشه همون مثلا معنی فارسیش دیگه رایج هم شده، میگن ایمپرشن گرفته، یعنی دیدن گرفته، بازدید گرفته. تو سایت هنوز نرفته. ایمپرشن به معنای بازدید کلی از همین سایتشه. حالا اینکه طرف روی سایت بزنه رو هر کدوم از اینا، مثلا بزنه خرید بلیط هواپیمای علی بابا، خب الان اتفاقی که داره اینجا میفته، وارد شد یک کلیک بهش اضافه شد. CTR یعنی تقسیم این کلیکه به روی ایمپرشن کل. یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم اگه 1000 نفر وارد گوگل شدن و زدن خرید بلیط هواپیما، 1000 تا ایمپرشن داریم ما. خب اگه از این 1000 نفر 50 نفر بخوان وارد سایت علی بابا بشن، 50 تقسیم بر 1000 میشه این CTR 5%. خب با این مفهوم حالا متوجه شدیم بچه مفهومش چیه؟ خانم علی محمدی میکروفونتون رو باز میکنین؟ سلام. خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ مرسی، زنده باشی. خانم علی محمدی شما جلسه اول نگاه کردین؟ چون جلسه قبل غایب بودین شما. بله دیدم. خیلی هم میشه CTR رو توضیح کوتاه بدین؟ فکر میکنم یعنی اون درصدی از کسایی که روی سایت ما کلیک میکنن و وارد سایت ما میشن. ببینید اینجوری نیست دیگه، همین الان توضیح دادم. ببینید یه چیزی داریم به نام ایمپرشن. ببخشید درست نشیدم. ببینید یه چیزی داریم به نام ایمپرشن، یه چیزی داریم به نام کلیک. ایمپرشن یعنی ما یک لغت رو که سرچ میکنیم، این لغت هر تعداد باری که سرچ بشش به شما اونایی که تو صفحه اول هستن بهشون ایمپرشن میده. حالا کلیک میشه چی؟ کلیک یعنی که وارد اون سایت بشیم. حالا این کلیک تقسیم بر ایمپرشن میشه CTR و این معیار مهمی در SEOه. حالا چرا اصلا اینا رو داریم میگیم؟ چون که یکی از معیارهای رتبه دهی گوگل CTRه. وقتی گوگل میبینه که مثلا 2000 تا کاربر سرچ میکنن مثلا خرید علنگو، چند نفر وارد سایت مثلا شما میشن، چند نفر وارد سایت یکی دیگه میشن، اونی که نرخ CTR بالاتری داره و میتونه بهتر تبدیلش کنه، گوگل بهش امتیاز میده و سعی میکنه رتبه‌های بالاتری بهش بده. حالا چه عواملی روی CTR تاثیر دارن؟ برای مثال شما هر چقدر تیتر بهتری روی سایتتون بزنین، CTRتون بهتر میشه. میخوایم ببینین اینجا نگاه کنی بچه‌ها. رو همین خرید بلیط هواپیما ببینیم مثلا علی بابا نوشته خرید بلیط هواپیما علی بابا، پایینش نوشته بلیط هواپیما مرجع خرید بلیط هواپیما از 44 سایت معتبر. بعدی نوشته این تیتر دست خودمونه، خود سایت این تیتر رو انتخاب میکنه که چه سایتی بزنه. یکی از معیارها رو همین داستان حالا خود اسم مثلا اسم تیتریه که زده شده. محمد جواد میتونی صحبت کنی؟ سلام، وقتتون بخیر جانم. خسته نباشی. محمد جواد تو بین این سه تا سایت اول خرید بلیط هواپیما علی بابا، سفر مارکت و فلای تودی، اگه تو باشی تو کدوم انتخاب میکنی واسه کلیک کردن؟ قطعا وبسایت اول. وبسایت اول به چه دلیلی؟ چون اوله؟ هم اول هم دم دست دیگه. مثلا سایت های بعدی رو باید اسکرول کنه بره پایین، ولی خب اولیه رو معمولا ترجیح میده ببین خود من. دومی هم زیرشه دیگه، نزدیکه، چرا دومی رو نمیزنی؟ اولی به نظرم بهتره. به نظر ناخودآگاه رو اولی رو انتخاب میکنم دیگه، بدون اینکه مثلا حالا بیام بررسی کنم بین این دوتا، چون هم میخوام سریعتر کارم راه بیفته و هم سریعتر به نتیجه برسم. قطعا سایت اول رو انتخاب میکنم. درست، خیلی عملی. شیما جان میای بالا وا میکنی میکروفون تو شما اگه میتونی؟
فکر کنم نمیتونه. خانم پریا شما واکن میکروفون تو. جانم سلام. میتونی واکنی شیما جان؟ خب ببین بله. شما بین این ستای اول علی بابا رو انتخاب میکنی، سفر مارکت یا فلای تودی؟ خب من قطعا علی بابا رو انتخاب چرا؟ میکنم. یکی به خاطر اینکه خب حالا با توجه به شناختی که نسبت به محتوا و نمیسته و اینا دارم، خب معتبرتر هست. خود علی بابا برام معتبرتره نسبت به فلای تودی و سفر مارکت، و اینکه خب گزینه اولی که دم دستم هست و راحت‌تر و بهتر انتخابش میکنم. دست شما در نکن. خانم صالحی. سلام. سلام، وقت شما هم بخیر. کدوم صالحی؟ 2 تا صالحی دارین؟ همین کلام واژه بله، خانم بله. فاطمه صالحی شما بگین. خانم صوفیه صالحی رو سوال بعدی رو ازشون بپرسیم بعدش. شما کدوم انتخاب میکنی؟ من شاید جفتشو باز کنم بخوام نگاه شاید کنم. جفتشو باز کنی. بله. خیلی عالی. باش، قبوله. از همه‌تون میپذیرم. حالا چرا بچه‌ها ازتون میپرسم این چنین چیزایی رو؟ چون رفتار کاربرها با هم متفاوت. ببین ما دوست داشتیم 2 تا نظر بشنویم، ببینیم که هر کی چه جوری فکر میکنه. شما وقتی که دارین توی گوگل سئو انجام میدین، برای خودتون رو بتونین بذارین جای بقیه. یعنی به جای کاربر فکر کنین، مثل کاربر نگاه کنین به داستان و فقط فکر نکنین که خودتونین که دارین کار انجام میدین و خودتونین فقط بلدین. عده دیگه هستن که خب مثلا نگاه متفاوتی به داستان دارن. حالا در رابطه با CTR نرخ تبدیل بچه‌ها گفتن علی بابا. 2 تا علت داره که 2 تاشم بچه‌ها اشاره کردن. یکیشو خانم رکابدار گفتش که واسه این علی بابا رو انتخاب کنم که معروفه. پس میشه چی؟ برندینگ و معروف بودن یک برند در حوزه سئو در CTR تاثیر مثبت میذاره. واسه همینه که ما میگیم هر چقدر یک برندی رو برندش بهتر کار کرده باشه، تبلیغات‌های سوشال مدیا، محیطی و غیره داشته باشه، روی سئوش تاثیر مثبت میذاره. دقیقاً از همین ساید برند و در کنار از همین جای برندش دقیقاً از نقطه CTR وارد میشه، چون کاربر اسمشو شنیده و چون اسمشو شنیده حتی ممکنه علی بابا رنک 2 باشه ولی شما انتخابت علی بابا باشه. نکته دوم هم یک بودنشه. طبق آمارهایی که وجود داره، حالا این آمارها خیلی خیلی تغییر میکنن و بالا پایین میشن. رنک یک حدود مثلا 35 تا 40% کلیک رو میگیره. رنک 2 مثلا میره رو حدود 15%. رنک 3 میره رو 10%. رنک 4 تا رنک 9 حدود مثلا کلا همشون با هم حدود مثلا 10% تا 15% ماکسیموم. و رنک آخری یعنی آخرین لغت صفحه گوگل که مثلا اینجا تیک بانه 1% رو میگیره و اینا کلا رو هم دیگه میشن حدود 99% سرچ و 1% هم میرن رو صفحه دوم رو چک میکنن. خیلی بعید و سخت به نظر میاد کسی که نتیجه نگیره تو صفحه 1. چرا؟ چون کاربر هدفش اینه که بیاد یک موضوع رو پیدا کنه و اون موضوع رو پیدا کرد بخواد اون موضوع رو بهش پاسخ بده. حالا برای پاسخ دادن به این موضوع یک سوال ذهنی داره، میخواد یه چیزی بخره، میخواد یه چیزی رزرو کنه، میخواد یه چیزی اصلا سفارش بده یا هر چی، احتمالاً تو همون چند لینک اول پیداش میکنه. پس ما تلاشمون در سئو اینه که بیایم بالاتر تا بتونیم هم CTR بالاتری داشته باشیم که سئومون بهبود پیدا کنه، هم به فروش منجر بشه و دیگر موضوعات. پس بچه‌ها حالا خوبه که کنار دستتون یه دونه حالا کاغذ خودکاری داشته باشین، اینا رو بنویسین. من جزوه رو در اختیارتون قرار میدم، خواستیم پرینتش کنین بعد مثلا بهش اضافه کنین یه چیزایی رو، ولی من ترجیحم اینه که اینا رو ننویسم تو جزوه‌ام تا اینکه بخوایم حواستون تو کلاس بیشتر باشه. پس بچه‌ها واسه CTR چند تا داستان داریم. یکی میره سمت اینکه تیترهای بهتری بزنیم، CTR اون میره بالاتر. نکته بعدی برندینگ برامون مهمه. نکته بعدی خود جایگاهش مهمه، مثلا جایگاهت 1 باشه CTR احتمالاً بیشتره و هرچی جایگاهت بهتره به سئو هم همینجور کمک میکنه. نکته بعدی دایرکت ترافیکه. چرا مهمه؟ گوگل باز دنبال یه سیگنالی میگرده که بتونه یوزر اکسپریانس یا همون تجربه کاربر رو شناسایی کنه. کاربر حالا بذار سوال کنیم از بچهای پسرمون. خب
محمد صدامو داری؟ بله. محمد بخوای خبر ورزشی چک کنی از چه سایتی استفاده میکنی؟ ورزشی فکر کنم زیاد اطلاع ورزش نمیگیرم. خب فکر میکنم ورزشی باشه، چیزی کم جایی دیدم. خیلی عالی. اوکی حله. حسین تیموری. آقای تیموری. خب صدای بنده رو داری؟ لحظه. بله. آقای تیموری شما از چه سایتی ورزشی استفاده میکنی بخوای اخبار ورزشی چک کنی؟ من معمولا یا از خود گوگل استفاده میکنم یا ورزش 3 یا شهر خبر. خیلی عالی. بعد ورزش 3 رو تو گوگل سرچ میکنی یا همینجور بالا مینویسی ورزش3.com مثلا؟ چیکار انجام میدی؟ نه من اصلا تو گوشیم ورزش 3 رو پین دارم. خیلی خوب شد که پین داری. حالا جلوتر سرش صحبت میکنیم. ببینیم بچه‌ها همین تو کلاس اعلام کردن که 2 نفر از پسرامون رو انتخاب کردیم، گفتیم چه سایتی رو تو ورزش چک میکنیم، میگن ورزش 3. حالا دایرکت ترافیک تو سئو همینش مهمه. وقتی یه برند شناخته شده میشه و کارش خوبه، آدما سرچ میکنن ورزش3.com.ir هر چی. حالا یا مثلا یکی میخواد از دیجیکالا خرید کنه، دیگه خیلی تو دیجیکالا نمینویسن، تو گوگل مینویسن یه عده‌یا، ولی خیلی اینجوریه دیجیکالا.com انقدر سرچ کردن که اون بالا بهشون سجست میده، همونو میزنن میرن رو سایت. این رو سئو به شدت تاثیر داره. چرا؟ چون که گوگل چنین برداشتی رو از این موضوع انجام میده که این سایت انقدر قدرت و انقدر جذابیت واسه کاربر داشته که حالا این فرد به جای اینکه بیاد تو گوگل سرچ کنه مستقیم داره به این سایت سر میزنه. پس من این کار رو انجام میدم. حالا چون که آقای حسین خان گفتش که پین میکنه، یه موضوعی هست این پایین من بوکمارک کردن. شما میتونید بعضی از سایت ها رو بوکمارک کنین بچه‌ها. نحوه بوکمارک کردن هم امیدوارم بلد باشین. تصویر بنده این ستاره بالا رو میبینیم بچه‌ها، اینو بزنین بوکمارک میشه و سایتتون میره دقیقاً رو همون پینی که حالا حسین تیموری میگه پین میکنین. هر کس که یک سایتی رو پین میکنه باز به گوگل این حس و نتیجه رو میرسونه که اوکی سایت اینا انقدر سایت خوبیه که من میرم پینش میکنم. حالا چون خوبه پینش کردم و گوگل هر چقدر تعداد پین ها بره بالا، از اون طرف گوگل این فهم رو داره که این محتوای خوبی بوده. پس چون محتوای خوبی بوده پس تو سئو رتبه بهتر بهش میده. آره حسین هم منظور همون بوکمارک بود دقیقاً. خانم خاتمی خیلی عمالی. حالا از این بوکمارک بگذریم. خانم صوفیه صالحی میکروفونتون رو باز میکنی؟ سلام، وقت بخیر. بله در خدمتم. خوبین؟ حالتون خوبه؟ خسته نباشید. مرسی، زنده باشید. ممنونم. خانم صالحی شما خرید اینترنتی انجام میدین؟ بله. از چه سایت خرید اینترنتی حالا انجام دادین؟ من خرید اینترنتی سایتاش رو تو ذهنم نیست، ولی تو گوگل سرچ میکنم، انتخاب ها رو میذارم، بعد من از اونی که از همه معروفتر و بهتر و بازی داشت بیشتر بوده از اون معمولا خرید میکنم. اوکی خیلی عالی. پس هیچی. خانم پریا شما میکروفونتون رو باز میکنی؟ سلام برمی. سلام بر شما. شما از چه سایتایی خرید میکنی؟ من خیلی خرید میکنم. دیجیکالا، روژا، خانومی. شما از این مشتری درجه یکایی، پس هم از روژا میخری، هم از خانومی، هم از دیجیکالا. خیلی عالی. خب شده مثلا از روژا چند بار بخری یا از دیجیکالا چند بار بخری یا همینطور از خانومی؟ بله. یعنی تکرار تجربه خرید داشته باشی. بله. وقتی که تجربه تکرار خرید داری دقت کردی تا حالا وقتی سرچ میکنی مثلا ببینید بچه اینجا رو نگاه کنید، این شکلی مثلا میزنی خرید از مثلا بزنید دیجیکالا اصلا
اگر نت امشب واقعا یاری کنه، خیلی نت امشب ضعیف. بچه میبینین رنگش فرق داره، یکی کم بنفش تر شده، اینجا آبی رنگه و اینجا کم بنفش رنگه. خب گوگل کوکی ذخیره میکنه، شما وقتی وارد سایت میشین برای شما به یادگارش ذهنیش ثبت میکنه که شما قبلا وارد اون سایت شدین. اگر از اون سایت خرید بکنید که این امتیاز بیشتری هم به اون سایت میده. اینجا یه معیاری داریم به نام تو سئو به نام ریترن ویزیتور. شما اگر مشتری بازگشتی باشی یا بیننده بازگشتی باشی رو سئوش باز تاثیر داره. چرا؟ باز دوباره این پالس در گوگل شکل گرفته که چون این سایت خوبی بوده من دوباره به سایت دارم نگاه میکنم. اگه من یه سایت قبلا خوشم نیومده باشه دیگه عمرن نمیرم سمتش، ولی چون از اون سایت خوشم اومده، اون سایت خوبی بوده، من به سمت این میرم که دوباره بخوام اون سایت رو نگاه بندازم. اینم از موضوع ریترن ویزیتور. میبینید که بعضی از بچه‌ها که میخوان خرید کنن خرید بازگشتی دارن، یعنی دوباره از یک مجموعه دوباره خریدشون رو انجام میدن. این خیلی نکته مهمه. دو تا موضوع بعدی تقریبا یکم با هم تفاوت دارن. یکیشون بانس ریت، یکیشون تایمه. حالا تفاوت این دو تا رو الان من بهتون میگم. ببینید بچه‌ها، خانم علی محمدی بفرمایید. آخرین چیزی که میخواستین بخرین چی بوده؟ تو ذهنتون میخواستین خرید اینترنتی انجام بدین؟ هولدر موبایل. هولدر موبایل. میزنیم خرید هولدر موبایل. خب سرچش میکنی. دیجیکالا رو داریم، توروبو داریم، جانبی رو داریم. خب حالا واشون میکنیم جفتشونو، هم توروب هم دیجیکالا. خب ما تو این دوتا سایت میگردیم. حالا یکم نت ضعیفه، سر وا کردن اینا داستان داریم. خب الان سایت دیجیکالا اومد بالا، شما محصولات اینا رو میبینی. حالا شما فکر کن که نت سرعتش خوب بوده و داری میبینی. خب این هولدرها رو داری میبینی. به میزان تایمی که شما در این سایت باشی به این سایت امتیاز میده. خب اون تایمه، یعنی مثلا شما 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه روی این سایت هستی، گوگل میفهمه که آقا شما 30 ثانیه واسه این سایت ارزش قائل شدی و توی این سایت موندی. خب اون تایمی که شما این سفر رو میبندی مثلا کلا 40 ثانیه طول میکشه، بهش میگن نرخ پرش. یعنی من از این سایت میپرم میرم تو رو با نگاه میکنم، یعنی دیگه با دیجیکالا کار ندارم. این اسمش بانس ریته، یعنی نرخ پرشت از یک سایتی به یک سایت دیگه و این یک مقایسه است. یعنی در بین صفحاتی که در گوگل قرار دارن هر چقدر که صفحاتش کمتر باشه قطعاً داستانه، مثلا هر چقدر تایمش کمتر باشه یعنی سایت ضعیف‌تره. بانس ریت یعنی هر چی بیشتر باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 5 دقیقه تو دیجیکالا بمونین بهتر از اینه که 1 دقیقه بمونین. وقتی شما 5 دقیقه هستین یعنی عملکرد سایت برای شما مناسب بوده که شما 5 دقیقه صبر کردین روی سایت. درسته؟ به این استایل. خیلی هم عالی. بچه‌ها این میشه داستان بانس ریت و داستان حالا تایم. کسی سوال داره از این بخش؟ خانم پریا بفرمایید. آقای تیموری. اول خانم پریا سوال. میشه یه بار دیگه نرخ پرش رو توضیح بدین؟ آره الان بهتون. آقای تیموری شما سوال تو بگو، دو تا هم جواب بده. سوال من اینه که بانس ریت رو خب چجوری تشخیص میده؟ یعنی مثلا من اگر ساعتها تو دیجیکالا باشم بعد نرم به سایت دیگه ای ولی دیجیکالا رو ببندم اونم بانس ریت محسوب میشه؟ چون الان خانم زهرا صبوری هم نوشت فرقشو نفهمید. ببینید بانس ریت، تایم و اینجور موضوعات یه مقاله تو گروه قرار میدم، تفاوت‌هاشون رو خیلی خیلی جزئی اومده سایت بکلینک رو بررسی کرده، اونجا میذارم و بهش بپردازیم هر کی دوست داشت بیشتر بدونه. ولی در حد اینکه بخوایم ما سئو کنیم ما به چند تا مفهوم سرش نیاز داریم. ببین بچه‌ها، یک، هر چقدر روی سایتی بیشتر بمونه کاربر اون سایت بهتریه.
یعنی شما مثلا 10 دقیقه یا رو 15 دقیقه 20 دقیقه بمونی بهتر از 2 دقیقه است، چون 20 دقیقه موندی مثل این شما رفتی توی مغازه، میری دم مغازه، میری تو میای بیرون، این میشه بانس ریت ضعیف. یعنی تو مغازه دار تونسته تو رو تا تمام دم در یکم تو رو آورده تو، بعد دیگه مانتوهاشو دیدی حال نکردی برگشتی خونه، خب میری مغازه بعدی. ولی تو وقتی تو مغازه میری توش میمونی، میری توش مثلا پروف میکنی، میری توش مثلا قیمت میپرسی، چک و چونه میزنی، میگی تخفیف بده، میگی فلان کارو بکن، دنبال اینی که از اون مغازه خرید کنی، پس از اون مغازه خوشت اومده احتمالاً. و گوگل از تایمی که تو توی اونجا موندی میفهمه تو خوشت اومده در مقایسه با یه سایت دیگه. مثلا دارم میگم الان وارد دیجیکالا شدی، تو 2 دقیقه موندی، وارد تورو میشه 1 دقیقه میمونی. توی اون لغت دیجیکالا گوگل میفهمه که تو از دیجیکالا 2 برابر مثلا تورو بیشتر خوشت اومده و بانس ریت تورو پایین تره، یعنی زمانش کمتره، پس یعنی سایتش ضعیفتره. خب حالا تایم چیه؟ ببینید بعضی وقتا بانس ریت مثلا در دو حوزه متفاوتن. مثلا دارم کسی که دنبال قیمت لحظه طلا میگرده، اون لحظه‌ای که قیمت رو ببینه صفحه رو میبنده، چون فقط براش مهمه که ببینه طلا امروز چند میلیون تومان قیمتش بوده. ولی اون کسی که داره مثلا میره خرید مانتو زده، داره دنبال مثلا سایت سایزاش، رنگ بندیاش، ایکس و ایگرگ، پس بیشتر تایم، یعنی ما نمیتونیم یه حوزه رو با حوزه دیگه خوب مقایسه کنیم. پس تایم درسته مهمه، ولی در مقایسه با بقیه، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم فقط تایم مهمه. حالا حسین تیموری سوال میپرسه، میگه که حالا مثلا دیجیکالا چجوری اینو گوگل چجوری محاسبش میکنه؟ سشن میندازه. یه چیزی داریم به نام سشن که هر نیم ساعتی که شما در یه سایتی حضور دارین یک سشن حسابش میکنه، یعنی یک حضور در یک سایت. اگر شما نیم ساعتت بشه مثلا 45 دقیقه 2 تا سشن میندازه. خب و اینا رو با این تعداد سشن مقایسه میکنه. اینکه شما تو دیجیکالا هستی و بری یه صفحه دیگه، وارد یک صفحه دیگه شدی و دیگه اون صفحه هولدر مثلا موبایل تموم میشه، یعنی اونجا براش بانس ریت رو میندازه، چیز اسمش چیه، گوگل، و میگه آقا این طرف رو این صفحه مثلا 2 دقیقه موند، خب ولی رفت اون طرف. ولی بانس ریت این با بانس ریتی که ببندی فرق داره. چرا؟ چون دوباره شما تو سایت دیجیکالا موندی، رفتی وارد یه حوزه دیگه شدی. این نو بانس ریت با اون بانس ریتی که شما ببندی بری تو تورو فرق داره از نظر گوگل. میگم یه مقاله میذارم تو گروه خیلی شفافتر و بیشتر در موردش توضیح بده. من لازم نمیبینم که خیلی بخوایم در موردش صحبت کنیم و خیلی جزئی بشیم، چون میگم کلیتا ما اینو میایم بفهمیم که ما باید سایتمون رو کاری کنیم که کاربر رو بیشتر تو سایت نگه داریم. ولی میگم اگه میخوایم بیشتر بخونید و بیشتر بدونید، من امشب یه مقاله خیلی خیلی خفن در موردش براتون میذارم توی گروه حتما. کسی دیگه سوال نداره؟ خب خدا شکر. حالا که سوال ندارین من سوال میکنم. خانم صبوری، بله. CTR رو توضیح میدین خیلی بله. کوتاه؟ CTR حالا اونطور که من متوجه شدم سهم هر سایت از کل کلیک هایی که مربوط به یک موضوع. زمانی که مثلا یک موضوع سرچ میشه، اون حالا سایت اول دوم چه سهمی از کلیک های کاربر داره؟ دقیقاً همین. چه لغت خوبی به کار بره، سهمشون از تعداد کلیکاش. باریکلا. خب سوال باز میپرسم، چون که جلسه در حال ریکوردم هست، خیلی نمیخوام تایم زیادی رو سر پرسش داشته باشیم امروز، چون یکم دیر شروع کردیم. خب بچه ها کسی میدونه سرپ یعنی چی؟ اون بالا باز دوباره از این سنجاقا داریم. سرپ یعنی چی؟ کسی میدونه؟ خب اگه کسی نمیدونه من بگم. کسی نمیدونه. بچه سرپ یعنی Search Engine Result Page. این سرپه بچه. این صفحه‌ای که شما یه لغت رو سرچ میکنین بهتون نشون میده، این سرپه.
اینا رو دارم هی تاکید میکنم اینا رو یاد بگیرین که من جلوتر بتونم تخصصی تر صحبت کنم. چون من الان خیلی به این قضیه فکر میکنم که همه چی رو راحت بفهمن، ولی خب جلوتر که همه فهمیدین دیگه تخصصی با هم صحبت میکنیم. این صفحه‌ای که اینجا هست اسمش سرپ. حالا چیزایی که مهمه، 3 تا موضوع مهم دیگه وجود داره که خیلی تاثیر گذاره. برند نیم گفتیم تو CTR تاثیر میذاره. حالا خود برند نیم تاثیر رو SEO مستقیم داره؟ قطعا داره. برای مثال میریم الان یه سرچ میکنیم اینجا با هم دیگه. بچه مهاجرت به یک کشور رو بگین، مثلا کانادا. خودم گفتم خب مهاجرت به کانادا، حالا سرچش میکنیم بر جلو. خب یه چیزی اینجا داریم به نام گوگل سجست. گوگل خودش سجست میده. ببینیم مثلا مهاجرت طریق پناهندگی کجا شروع کنم؟ افغانی ها تومن. سجست برند نداشت واسه ما اینجا. خب بیایم پایین نگاه کنیم، میبینیم بازم برامون سجست برند نداره. حالا مهاجرت به کانادا لغتشو تخصصی تر کنیم، تحصیلی. خب اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، نوشته مهاجرت تحصیلی به کانادا نینی سایت، مهاجرت تحصیلی به کانادا ملکپور. خب این میدونین یعنی چی بچه‌ها؟ این یعنی که انقدر اسم برند سایت نینی سایت قدرتمند شده و گوگل میدونه که آدم ها سوالشون رو یا موضوعشون رو با اسم برند این سایت سرچ میکنن. مثلا بهش میگن مهاجرت تحصیلی به کانادا با در نینی سایت، یا مهاجرت تحصیلی کانادا ملکپور. ملکپور از مؤسسات بسیار معروف مهاجرتی در ایرانه که خیلی ها میشناسنشون و این دلیل این شناخته برند بزرگی که به دست آورده. و میبینیم که وقتی روی ما مهاجرت تحصیلی به کانادا رو مینویسیم اون بالا، اسم ملکپور پیشنهاد داده میشه. همین یعنی رو سئوش کار شده، رو سئوش قدرت گرفته، تبلیغات محیطی انجام بده و دیگر موضوعات. خانم صبوری سوالتون بفرمایید. ببخشید آقای حسینی، نینی سایت خیلی حالا اونطور که من تو سرچ هم دیدم مثلا محتواهایی که بیشتر خود مردم می نویسن، کاربرا می نویسن و خیلی معتبر نیست در واقع اطلاعاتش. پس چرا انقدر بالاست؟ ببین اینو توی یه جلسه مفصل ازش صحبت میکنیم، چون نینی سایت خیلی سایت خوبیه کلا تو حوزه سئو. ولی دلیل اصلیش اینه که کاربر بذار 5 دقیقه دیگه جواب تو میدم. یعنی الان بزنم رسید که همین 5 دقیقه دیگه هم میتونم یه جواب بدم. موضوع بعدی که میخوایم رو سئو صحبت کنیم خیلی ربط داره به این موضوع. قبل اون جواب حسین تیموری بدم، میگه یک بار دیگه میگین سرچ چیه؟ آقا ببین مثلا شما سرچ کردی الان مهاجرت به تحصیلی به کانادا، همین صفحه‌ای که میاد اسمش سرپه. Search Engine Result Page، نتیجه سرچ موتور جستجو میشه. همین صفحه‌ای که الان داریم بهش میگن سرپ. حالا بریم سراغ موضوع بعدیمون، اینتراکشن. ببینیم بچه‌ها یکی از موضوعات بسیار 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 مهم در حوزه سئو موضوع ارتباط اون سایت با مردمه و گوگل از این به شدت استقبال میکنه و میخواد بدونه که شما در سایتتون چه نوع ارتباطی با مردم دارین و مردم در رابطه با سایت شما چگونه فکر میکنن. حالا خانم صالحی، فاطمه صالحی، بله، راه ارتباطی مردم با سایت به چه شکله؟ هر سایتی خب با گوگل و اینا میتونن کامنت بذارن. آفرین. خب دیگه مثلا دیگه این که خرید کنن ازشون. دیگه نمیدونم، فعلا همین دوتا به ذهنم اومد. فقط همون داستان کامنته. ببینید راه ارتباطی مردم با یک سایت یکی کامنت دادنه، یکی ایمیل زدن و تماس و ایناست. اما حالا شبکه اجتماعی یه چیز دیگه است. شیما جان، چت اینا همه هست. خب
اینا میشه باشون ارتباط داشت، ولی اونی که چت آنلاین مثلا باش میکنی، گوگل چت آنلاین شما رو نمیبینه. شبکه اجتماعی شما که طرف میاد مثلا تو تلگرام یا توی واتساپ به شما پیام میده، اونو نمیبینه. خب ولی گوگل کامنت های شما رو میبینه و این کامنت ها به شدت رو سئو تاثیر دارن و یک بخشی تو حوزه مارکتینگ سئو وام میکنن به نام UGC User Generate Content، محتوای تولید شده توسط کاربر. اینجا می نویسم یه بار دیگه، اینجا متنشو می نویسم UGC User Generate Content، محتوای تولید شده توسط کاربر. حالا برگردیم به سوال زهرا صبوری، میگه آقا چرا نینی سایت بالاست انقدر؟ خب خانم صبوری، دلیل اینکه نینی سایت بالاست واسه اینه که نینی سایت هی داره UGC استفاده میکنه. یعنی گوگل دوست داره این اینتراکشن و کامنت رو دوست داره و نینی سایت همش کامنته. یعنی مثلا خانم صالحی رفته سوال پرسیده، آقا مثلا من چجوری فلان لباس رو با فلان لباس ست کنم، با لباس مشکی مثلا شلوار چه رنگی بپوشم خوبه. بعد مثلا 50 نفر دیگه اومدن گفتن مثلا با مشکی سفید بپوشی با حالا، یکی اومده گفت بنفش بپوشی با حالا، یکی هر کی چیزی گفته. و چون که خانم صالحی هم آشنا هستش که اون طرفی که داره جواب میده یه کارشناس نیست و یک فرد تجربه یه آدم دیگر رو داره میشنوه، پس واسه گوگل این تجربه خیلی خیلی جذابه. واسه همین نینی سایت که از سایت های خیلی خیلی سئوش قدرتمند. موضوع بعدی UI UX. کسی با UI UX آشنایی داره بچه ها اینجا که بتونه که توضیح یک دقیقه‌ای به بچه ها بده که UI UX چیه کلا؟ محمد رضا منصور، بگو محمد رضا. محمد رضا جان بگو عزیزم. با توجه به فعالیتی که دارم تو این هیته، طراحی رابط کاربری و تجربه کاربر رو بهش میگن UI UX. درست. ببین UI UI یعنی چی؟ UI که برگرفته از همون ظاهریه که سایت داره، UX هم چیدمان انگلیسی هم سایته. میتونی بگی به بچه ها یاد بگیرن ازت UI چی میشه؟ یوزر اینترفیس. آفرین، یوزر اینترفیسه، یعنی چیزی که کاربر داره از ظاهر یه سایت میبینه. UX چیه تعریفش؟ والا میگم من خودم UI هستم. UX رو زیاد واردش نشدم. خانم ماشینی شما حرفی داری؟ خانم ماشینی بفرمایید. ببخشید میخواستم یوزر اکسپریانس رو بگم که تجربه کاربری میشه، در واقع اون لذت که کاربر از حضور توی اون سایت یا حالا خرید و غیره میبره رو میشه. دقیقاً همین خانم ماشینی. ببینیم بچه‌ها، UI میشه ظاهرش، UX میشه تجربه که شما دارین. این که شما چقدر طول میکشه بتونین بخرین یک کالا رو، مثلا هی گم میشین یا مثلا با 2 تا کلیک راحت میرین به صفحه پرداخت میرسین. ولی UI میشه آقا چه رنگی انتخاب کرده، چی و کجا گذاشته، چی و فلان کار کرده. ولی UX تاش به این قضیه میشه که اونو مثلا اون بالا گذاشته، مثلا گوشش گرده یا تیزه. خب اینا تاثیر میذاره رو رفتار کاربر. مثالش فقط صفحاتی که گردن تجربه راحتی بیشتری رو انتقال میدن، صفحاتی که مثلا تیزن، سخت بودن، لاکچری بودن یا مثلا جدی بودن و مصمم بودن برند رو میرسونن و به شدت روی سئو هم تاثیر داره. از بقیه بچه ها سوال کنیم. خانم حاتمی، صدای بنده دارین؟ صدا. بله. خوب، این شما خسته نباشید. من سلامت. آخرین چیزی که شما خریدین چی بوده؟ من آخرین چیزی که خریدم قاب گوشی بوده. قاب گوشی. خب سرچش میکنی. بچه اینترنت های شما هم ضعیفه امشب. اینم فیدبک بدین که من همش حس میکنم
اینترنت من امشب خیلی ضعیفه و داره اذیت میکنه. بله خیلی خرید ضعیفه. ایرادی نداره. 2 تا سایت اول با میکنم بچه ها. 3 تا سایت اول، یعنی همین که رحم میکنه و بهمون یه لودی هم میکنه، فکر کنم خدا رو شکر کنیم. ولی خب خوبیش اینه که دوره ضبط میشه. حالا بچه که صدا رو دارن باز دوره میذاریمش دیگه. اینا رو هم باز هر جا حس کردین قطع شد با این اینترنت های امشب داشته باشیدش. خانم ماشینی، بله الان یه سایت داریم به نام summitcase.com. بله صدا من دارید؟ بله دارم. یه سایت هم داریم boomerang.shop.com. خب به نظرشم کدوم سایت خوشگل تره بین این دوتا؟ میشه قبلی رو یه بار دیگه ببینم؟ این بومرنگه؟ بومرنگ این قبلی. آره این هم summitcase. این بومرنگه به نظرم. خب بومرنگ قشنگه به خاطر اون نوار بالا و طراحی منتظمی که داره حس بهتری رو به کاربر منتقل میکنه دیگه. خب آره مثلا ببینید همین الان مثلا قاب گوشی یک محصول سافت و نرمه که تو میخوای به کاربر ارزش کنی، ولی ببینید مثلا طراحی‌های دور تیزی که دور هر محصول وجود داره از اون فانتزی بودن کاهش پیدا میکنه. و اینو میبینیم مثلا ببین سایت کناریمون boomerang.shop اومده کاملا دور محصولات دور گرد کار کرده. این دقیقاً بچه‌ها برمیگرده به هدفی که شما تو یو آی دارین و تاثیر میذاره رو نتیجه کاربر. رتبه کدوم بالاتره؟ بومرنگ بالاتره رنگش. ببین یه عامل نیستا، ولی بومرنگ رو گوگل مناسب تر واسه کاربر دیده تا اون سایت دیگر رو. یعنی این میشه یو آیش. حالا تو یو ایکسشون چه فرقی دارن با هم؟ ببین شماره تماس این که این بالاست خیلی جاش خوبه، سریع میشه باش تماس گرفت. شماره تماس اینم بالاست، خب خوبه. مثلا بزنیم روی یکی از محصولات، مثلا همین LV صندوق آیفون بزنیم بریم برای خریدش، ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا اتفاق خاصی نمیفته انگار. اینو اگه روش بگیریم چی میشه؟ مثلا سر اینترنت سرعت اینترنت هم واقعا هست. اینا رو هم بگیریم، این هم میشه انتخاب گزینه مستقیم میره توی سبد فروشگاهی. دیدیم بچه چه تفاوتی با هم داشتن؟ ببین الان مثلا این مثلا رفت روی صفحه دیگه که الان برم پرداختش رو من انجام بدم، بعد اسم مدل گوشی رو میخواد از من. حرف الان سر چیه؟ حرف سر اینه که این سایت boomerang.shop اینجا تو یو ایکس بد عمل کرد. چرا؟ چون منو یهو فرستاد همین محصول رو من برم بخرم و منو محروم کرد از اینکه بخوام صفحات دیگه ای سایت رو نگاه کنم. پس اینجا یه ایراد یو ایکسی داشت. حالا این قالب این چی کارش کرد؟ ولی این رفت توی صندوق، حالا هنوزم نبرده، ولی اینو میبره نگاه که اینجا میبره تو افزودن سبد خرید بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مدل گوشیش هم انگار باید بزنیم. بچه صدای بنده رو دارین؟ خانم ماشینی من فیدبک بده. بله الان صداتون رو داریم. صفحه هنگ ولی ضعیفه. صداتون یه آره صفحتون ولی هنگ. صفحه هنگ. ببین از افزودن به سبد خرید میزنی، نوشته لطفاً برخی از گزینه‌های محصول رو انتخاب کنید. ببین چقدر سخته خرید کردن از این سایت ها. حالا اینا رو جمع کنین، کلا همه اینا رو بیخیال شین. حالا بلند شین بریم تو دیجیکالا. خب و اینجا الان تازه بچه‌ها میفهمیم موهبت سایتی مثل دیجیکالا تو سئو چجوریه، چه حرکت‌هایی روی یو آی یو ایکسشون زدن که چقدر راحت میتونیم خرید کنیم. حالا سایت وا میشه، مثلا من میخوام با همین آدهه رو بخرم، میزنم روش، محصولم وا شد. ببین قاب گوشیمو که نگه داشت، اینجا یک صفحه جدید وا کرد، نیو تب وا کرد. این خودش یک کار یو ایکسیه مثلا که آقا منو محروم نکرد از دیدن بقیه محصولاتم. حالا اینجا این صفحه وا شد. اینترنت خیلی ضعیفه متاسفانه بچه. اینجا این صفحه رو وا کرد. حالا من میزنم افزودن به سبد خرید،
اگر اینترنت یاری کنه، افزودن به سبد خرید و اینجا رفت رو سبد خرید من باز هر محصول دیگه بخوام باز اینجا میاد به من یه آلارم میده، میگه من برم به سبد خرید یا نرم، تمومش کنم یا تمومش نکنم. اینا همه بچه قدرت های یو ایکسیه. خب که کاربری که شما با بدبختی با بیچارگی سئو میکنین، یه دوره سئو اومدی اینجا الان داری یاد میگیری، چند ماه میخوای تمرین کنی، تو دوره میخوای تمرین تو انجام بدی، میری سفر سئو میکنی، سایت تو میاری بالا، سایت تو میاری صفحه 1، میاری رنک 1 تا 5. خب ولی وقتی که یو آی یو ایکس سایتت ضعیف باشه، کاربر نمیتونه بخره و کاربر انتخابش سایت های دیگه میشه و این موضوع به شدت رو سئو تاثیر داره. وقتی کسی وارد سایت میشه و گم میشه تو سایت و نمیتونه به اون اندازه پرفورمنس یا بازدهی داشته باشه. برای همین یو آی یو ایکس به شدت رو سئو تاثیر داره. ما در یک مجموعه که باشون کار میکردیم، یکی از تغییرات اساسی که دادیم صفحه اصلی سایتشون و نحوه خرید محصولشون رو تغییر دادیم بدون تغییر هیچ چیز دیگه. تقریبا CTR و حالا بازده مالی سازمانشون 20% بهتر شد. یعنی ما حتی تو سئوش خیلی کار عجیب غریب نکردیم، فقط رفتیم یو آی یو ایکسشون رو تغییر دادیم در حد کلی. خیلی هم عجیب غریب ازش نکردیم چون صفحاتون خیلی به هم می‌ریخت اگه این کارو می‌کردیم، ولی عملکرد سئوشون به شدت بالاتر و فروششون رو همینطور بهتر شد. کسی سوال نداره بچه‌ها اینجا؟ اگه سوال نداریم بریم مبحث بعدی. سوال؟ ببخشید آقای حسینی. بگو آقای تیمور. الان من یکم گیج شدم. یوزر اینترفیس شد همون شکل و شمایل سایت که یوزر رو ترغیب میکنه. یوزر اکسپریانس شد اون راحتی که کاربر داخل سایت داره، یوزر داخل سایت داره. تجربه میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. خب اسمش تجربه کاربره دیگه. UX یوزر اکسپریانس، چه تجربه‌ای که کاربر داره تجربهش میکنه. ممنون. خیلی عملی. خب بچه‌ها بخش فاکتورایی که داشتیم تموم شد. الان وارد پرسونا میخوایم بشیم. یه دور کوتاه مرور کنم. بچه‌ها CTR مهم بود. چرا؟ چون که هرچی بیشتر از حجم سرچی که داشت کلیک میگرفتیم برامون مثبت بود. دایرکت ترافیک مهم بود چون که گوگل میفهمید که جذب یک برند قوی تره. بانس ریت مهم بود چون میفهمید که کاربر سایت رو دوست داره یا دوست نداره، کی از سایت کشیده بیرون. ریترن ویزیتور مهم بود واسه اینکه میفهمید آقا مثلا حسین تیموری قبلا از یک جا خرید کرده دوباره داره میره تو اون سایت، یعنی اون سایت رو دوست داشته. بوکمارک مهم بود چون حسین تیموری زده پین کرده تو اون بالا و چون این سایت رو دوست داشته این کارو کرده، پس من بهش امتیاز میدم. تایم مهمه چون که هر چقدر مثلا خانم صالحی توی یه سایت بیشتر بچرخه احتمال خریدش بالاتره. برند نیم مهمه چون که خانم حالا رکابدار وقتی میخواد سرچ کنه خرید بیت هواپیما، چون اسم علی بابا رو شنیده احتمالاً روی علی بابا بیشتر کار میکنه. اینتراکشن مهمه چون که خانم یه ثانیه فامیلتون یادم رفت، خانم صبوری میگه چرا نینی سایت مهمه، چون که کامنت ها خیلی تاثیر داره. یا خود دیجیکالا هم همینطوریه، شما میرین اصلا در رابطه با یک محصول که وجود داره اون کامنت ها رو زیر میخونین ملت چی گفتن. یو آی یو ایکس مهمه چون که مثلا به عنوان یک کاربر همتون زیبایی ظاهری سایت رو دوست دارین، وقتی زیباست بیشتر بهش اعتماد میکنین. یو ایکس مهمه واسه اینکه شما میتونی با رابطه بهتری خرید کنین، گیج نمیشی، با 3-4 تا کلیک به خرید میرسید، محصولتو از دست نمیدی، شما از یه صفحه به صفحه دیگه پرت نمیشین. سرپ میشه صفحه‌ای که توی گوگل همون صفحه نتیجه گوگل وجود داشت و این بالا SEM هم میشه Search Engine Marketing. کسی که سوال داره بگه، اگه نداره وارد پرسونا بشیم. سوال نداری. خب پرسونا. خانم رکابدار جانم در خدمتم. میخونین از روش؟
the aspect of their character or nature that they present to other people, perhaps in contrast. آرومتر از همون اول بریم. The aspect of their character. Their character or nature یعنی that they present. آروم نمیخوام رکاب دار. یه ثانیه باستیم. The aspect of their character or nature that they present to other people. حالا معنیش میکنیم وجه هایی از شخصیت یا طبیعت یک چیز، یک فرد برای مردم perhaps in contrast to their real character or nature، حتی ممکنه با اون چیزی که میگیم و میشنویم متفاوت باشه. خب چرا پرسونا مهمه؟ تعریف پرسونا بچه‌ها این میشه که ما کلاً در رابطه با اون فرد بفهمیم چه کاراکترهای فکری، مذهبی، ساختار ذهنی و چه چیزهایی بهش فکر میکنه. چرا اصلا برامون مهم میشه؟ چون که ما قراره به این فرد کالا بفروشیم، قراره به این فرد خدمت بفروشیم، قراره به این فرد دیتا بفروشیم. پس برای همین شنیدن و فهمیدن اطلاعات آدم‌ها میتونه به فروش ما کمک کنه. مثال کوچیک بزنیم براش. وقتی شما مثلا یک نوجوان 16 ساله دارین با یک آدمی که مثلا یک خانم خونه‌دار 40 ساله، یک نوجوان یه پسر 16 ساله، شما نمیتونین کفش یکسان بین دو نفر بفروشین. به این پسر 16 ساله یک کفش کتونیه مثلا سفیده مثلا اسپورت بفروشی و این خانومه یک کفش مجلسی مثلا مشکی بفروشی. خب تفاوت دارن با هم دیگه. پس محصولی که ما قراره ارائه کنیم به کاربرامون متفاوته. پس پرسونا خیلی مهمه تو سئو، پرسونا خیلی مهمه تو مارکتینگ، پرسونا خیلی مهمه کلا تو حوزه شناخت نوشتن کانتنت یا محتوا واسه کاربرمون. حالا قبل از اون که بریم صفحه‌ای بعد سر پرسونا خیلی بیشتر بحث کنیم، این بالا یه دونه از این دوباره سنجاقا داریم به نام کال تو اکشن. کسی میدونه کال تو اکشن یعنی چی؟ بگو محمد جواد. کال تو اکشن یعنی دعوت به اقدام فارسیش. حالا این اقدام ممکنه هر چیزی باشه، ممکنه اقدام یعنی ما ممکنه یک کاری بکنیم از کاربرمون بخوایم که این اکشن روی خرید باشه، یعنی دعوتش کنیم که خرید انجام بده، یا آفر بهش بدیم، یا پیشنهاد بهش بدیم، یا ممکنه ما این اکشنه رو روی یک واکنش دیگه از همون پرسونالمون، همون مخاطبمون قرار بدیم. مثلا بخوایم ازش یه دونه کامنت بذاره، یه لایک بکنه صفحه رو، یا یه اقدامی توی سایت ما انجام بده. این به معنای کلی کال تو اکشن یعنی دعوت به اقدام. خیلی عالی، آفرین، خیلی کامل توضیح دادی. من فقط بخوام تکمیلش کنم با یک مثال. خیلی از اوقات توی سایت ها دیدیم بچه در مورد یک محصول توضیح میده، مثلا در مورد روغن آووکادو میاد روغن آووکادو رو به طور کامل میگه چه خاصیتی داره، چه فوایدی داره، بخورین مثلا معجزه میکنین، زندگیتون عوض میشه اصلا با خوردن روغن آووکادو. تهش میاد جمله می‌نویسه یک باکس براتون وام میکنه خرید روغن آووکادو از مثلا فروشگاه مثلا بکلی برای مثال، و تهش اگه اونو بخورین نگاه زندگیتون عوض میشه. ولی چیزی که داره همه شما رو ترغیب میکنه در ابتدا، بعد در یه نقطه‌ای به شما میگه با کلیک کن و از اینجا بخرش. این میشه دقیقاً یه چیزی به نام کال تو اکشن، اقدام به عمل میکنه. دقیقاً جمله درستی که محمد جواد بهش اشاره کردش. حالا بریم سر پرسونا صحبت کنیم. واقعاً پرسونا از مباحث به شدت مورد علاقه منه خودم. خانم ماشینی بخون فارسیشو، آروم آروم بخون فقط. تیترش من مخاطب محتوای خودم نیستم. پرسونا تصویری فرضی و شخص. ماشینی واسطه هر جمله رو میخونی واسه میخوام سرش توضیح بدم. ببین من مخاطب محتوای خودم نیستم. ببین بچه‌ها من قرار نیستش که واسه معین حسینی محتوا بنویسم توی سایتم.
من قراره واسه ان تا کاربری که در سرتاسر ایران زندگی میکنن محتوا بنویسم. شما باید از کسی که توی کردستان هست در نقطه صفر مرزی در نظر بگیری تا کسی که توی بالاترین نقطه مثلا تهران نشسته و داره محتوا یا ما رو میخونه بهش فکر کنید. یعنی محتوای من اینجوری نباید باشه که فقط فکر کنم واسه فلانی نوشتم چون دوستم خوشش اومده محتوای خوبیه. من باید بررسی کنم محتوای من چیزی باید باشد که بتونه جوابگوی پرسونای خودم باشه و من هم نمیتونم محتوایی بنویسم که همه رو راضی نگه دارم. جمله قبلی خودم رو دارم نقض میکنم. پس من باید محتوایی بنویسم که در خور نیاز مخاطب من باشه. یعنی من اگه میخوام مثال دارم میگم، مثال یه کیف چرم مثلا 15 میلیون تومانی بفروشم، قطعا تارگت من آدم‌های متوسط جامعه نیستن، میشن خیلی بچه پولدارا، میشن خیلی ثروتمندا. پس باید من محتوام رو در خور اون ثروتمندا بنویسم. یا اگه من میخوام مثلا خرمای مثلا فلان چیزو بفروشم، تارگت من میشه مغازه‌دارای تو شهرهای متفاوت که دارن خرمای کلی عمده میخوان از من بخرن و جنس اینا یه جنس بازاری طوره. پس من باید یه جنس زبون بازاری طور داشته باشم. حالا بخون خانم ماشینی، پرسونا چیه؟ بخون. بله، پرسونا تصویری فرضی و شفاف از یک فرد و گاهی یک کسب و کار است. ببین پرسونا تصویری فرضیه، ممکن نباشه. ببین ما اولش که میخوایم یه چیزی بنویسیم دیتا نداریم، فقط فرض میکنیم که آقا این کاربر اینجوری رفتار میکنه و بعد شفاف. یعنی ببینید ما اگه 500 تا عامل داشته باشیم در رابطه با رفتار یک فرد، 4-5 تا انتخاب کنیم رو همونا کار میکنیم. نمیگیم آقا فلانی بهمان چی، سختش نمیکنیم. فرضی و شفاف. ادامه بده. که میتواند مشتری یا مخاطب یا خریدار ایدئال ما باشد. خب و فکر میکنیم این تصویر در مورد تعداد قابل توجهی از مشتریان، مخاطبان یا خریداران ما مصداق دارد. خب آفرین. ببین نگاه کن، اینجا چند تا نکته مهم داره من هایلایت کردم. یکی نوشتم مخاطب یا خریدار ایدئال ما باشد. ببین ما وقتی میخوایم مثلا کفش زنانه بفروشیم، کفش زنانه رو نمیتونیم به یه مرد بفروشیم. اینو باید درکش کنیم. پس همه مخاطب ما نیستن. بعدش چی میشه؟ فکر میکنیم این تصویری که ساختیم قابل توجهی از تعداد قابل توجهی از مشتریان ما هستن. ما نمیتونیم یه پرسونا بنویسیم 100% مخاطبای ما رو داشته باشه. ما داریم به 70%-80% مخاطبینمون فکر میکنیم. پس حالا بیایم بگیم کلا رو چیا فکر کنیم. ببینید بچه‌ها، یکی لوکیشنه. کسی که توی تهران زندگی میکنه با کسی که توی مثلا مشهد زندگی میکنه با کسی که مثلا توی ارومیه و مثلا یزد و اصفهان زندگی میکنه با هم تفاوت فرهنگی دارن، تفاوت زبونی دارن، یعنی زبوناشون حتی با هم متفاوته. موضوع اول لوکیشن. اول میگیم که رو کدوم شهر، رو کدوم ساختار، رو کدوم فرهنگ میخوایم کار کنیم. نکته بعدی سنه. نحوه صحبت با یه آدم 15 ساله با یه آدم 50 40 30 20 فرق داره. پس من باید بفهمم که مخاطب حدودی من چیه. درآمدش مهمه. این که آقا اون آدمه چقدر پول تو جیبش داره خیلی نکته مهمیه. من نمیتونم یک حالای مثلا 10 میلیون تومانی رو به کسی که کلا 3 میلیون تومان درآمد داره بفروشم. لایف استایلش مهمه. اینکه سبک زندگیش چیه. سبک زندگیش مثلا شبزیه یا مثلا صبح بیشتر بیداره یا مثلا چه میدونم سعی میکنه تفریح سفر بروه یا مثلا چه میدونم بیشتر کافه بروه. چه نوع لایف استایلی انتخاب میکنه یا مثلا یه زندگی عادی تری داره. من باید بفهمم که این چه لایف استایلی داره حدودی، تا مثلا اگه میخوام دوره بفروشم، دوره زبان انگلیسی مثلا برای مهاجرت، دیگه تارگت من همه مردم ایران که نیستن. تارگت من کسایی هستن که میخوان از این کشور برن. پس من وظیفه دارم به اینا بفروشم. خب حالا سنای اینا چند ساله بچه‌ها؟ مثلا سن اینا مثلا بین 20 تا 40 ساله اکثرا سناشون. یعنی یه آدم مثلا 13 ساله که احتمالاً توان رفتن نداره از ایران، یا آدم مثلا سن بالاتر شاید نخواد از ایران بره. حالا این چه درآمدی داره؟ احتمالاً یه سطح درآمدی خوبی داره که داره به مهاجرت فکر میکنه. پس یعنی من حس میکنم تو جیبش هم پول داره. لوکیشنش کجاست؟ اکثر کسایی که مهاجرت میکنن از شهرهای بزرگ ایرانن. پس من حس میکنم رو 5 تا استان اساسی با 2 تا استان دیگه دارم فکر میکنم. نکته آخر، گل هدفشه، میخواد از این کشور بره. پس من باید محتوای درخور اون تولید کنم. حالا میریم یه مثال بزنیم.
خانم صالحی بخون اینو برا من. تا یه جمله بخون بعد من سرش توضیح بدم. مریم دختری 20 ساله است که سالهای نخستین دانشگاه را در مقطع کارشناسی می‌گذراند. اینجا واستا یکی اینکه مریمه، خب دختره، چند سالشه؟ 20 سالشه. الان داره چیکار میکنه؟ داره کارشناسی میکنه. 3 نکته از این یاد گرفتم. من حالا میتونم به این چه چیزهایی بفروشم. به این فکر کنید که یک دختر هر چیزی که تو حوزه زنان و دخترها باشه من میتونم بهش بفروشم. 20 سالشه، سنش هم میدونم چیزای مناسب سنش رو میتونم بهش بدم. دانشگاه هم داره درس میخونه. هر چی که به دانشگاه ربط داره من از کوله پشتی تا مثلا کتاب میتونم بهش بفروشم. ادامه بده جمله رو. مریم علاوه بر درس خواندن به شکل پاره وقت یک فروشگاه پوشاک به عنوان فروشنده کار می‌کند و بخشی از هزینه تحصیلش را پرداخت می‌کند. ببین مریم پاره وقت داره کار میکنه، پس آدمیه که دوست داره پول دستش تو جیب خودش باشه. خب این یه نکته است، میشه روش فکر کرد. در کجا کار میکنه؟ توی فروشگاه پوشاکه. خب پس احتمالاً به حوزه های مثلا فشن و مد و اینا علاقه داره که از این کاری که داره انجام میده بخش از هزینه تحصیلش رو داره پرداخت میکنه. پس این فرد دنبال یک کاری هست که بتونه هزینه تحصیلش رو پرداخت کنه. اینا رو همه رو تو ذهنمون نگه می‌داریم. بیا پایین‌تر بخون بعدشو. البته خانواده مریم از نظر مالی محدودیتی برای پرداخت هزینه تحصیل اون ندارند. اینجا واستا خانم ماشینی نظرت در مورد این جمله چیه؟ بله. خانواده مریم از نظر مالی خب در سطح مالیشون ساپورت خانواده‌شون نشون میده که سطح مالیش خوبه، لوکیشنش حالا میتونه موقعیتش خوبه، مالیش خوبه، به نظرم این نیست. لایف استایلش خوبه. میدونی مهمترین نکتهش چیه؟ مهمترین نکتهش اینه که این فرد دوست داره مستقل باشه. خانواده مریم از نظر مالی محدودیت برای پرداخت تحصیل هزینه اما داره میره بالا، میگه داره میره کار کنه پول کار تحصیلشو بده. پس این فرد دوست داره مستقل باشه. پس یه چیزی که خیلی خوب میشه به این فرد فروخت همین مثلا پکیجای استقلال و اینجور چیزاست، یا تبلیغ محتواهایی که توسعه فردی میتونه برای این فرد خیلی مناسب باشه. یعنی این قشنگ تارگت آدینسش دقیقاً همون فرده. خب مریم استقلال، ببین جمله بعدیش داره میگه حتی مریم استقلال رو دوست دارد و ترجیح میده تا حد امکان سهمی از هزینه‌هایش را نیز خودش تامین و پرداخت کنه. خب حسین تیموری بی بالا یه دقیقه. حسین تیموری جانم. شما من میدونم چون تو حوزه فروش کار کردی و حالا چون بقیه بچه‌ها نمیدونم، شما باشی به این فرد چیا میفروشی؟ خب بستگی داره. من اول لایف استایلش رو اگر ببینم فردیه که کتاب میخونه، پادکست گوش میده و اینجور چیزا، خب مثلا میتونم بهش مثلا کتابای توی حوزه به دست آوردن درآمدهای بیشتر و خب یکم بیشتر کمکت کنم. ببین از رو متن بگو واسه این لغته بهش اینو میفروشم، اینجوری به من جواب بده. نگو مثلا فلان چیز، بگو چون اینو نوشته اینو ازش میخوام بفروشم بهش. ببین چون دانشجوه میتونم توی حوزه تحریر و توی مثلا حوزه پوشاک خیلی کمکش کنم، مثلا تو بحث فروش. چون خودش فروشنده پوشاکه باید یه جوری باش تعامل و برخورد کرد، چون که انگار با دادن اطلاعات بهش بشه ترغیب به خرید از من بشه. دوره فروش میشه به این فروش اصلا. دوره فروش آره دوره فروش و دوره های مثلا بادی لنگویج و برخوردهای حضوری و بهتر کردن محاوره با خریدار و اینجور چیزا میشه بهش فروخت. چون شخصیت مستقلی میخواد داشته باشه، میشه کتابای روانشناسی تو حوزه توسعه فردی، پادکست و اینجور چیزا رو بهش فروخت که خودتونم اشاره کردیم. خانم پریا شما بیا بالا. بله. شما باشی چی میفروشی به این بنده خدا، به مریم داستان ما؟ فکر کنم چیزایی که مربوط به راه اندازی کسب و کار باشه، یعنی برای اون مستقل شدنش. حالا چون تو پوشکم داره کار میکنه، مثلا دوره های طراحی لباس یا
حالا کتاب یا کلا حالت پکیجی، یعنی دوره ها رو بخوام بفروشم. دیگه چی؟ دیگه چیزی به ذهنم نمیاد. ببین شما هیچ کدومتون یکی دستشو آورد بالا. بگو خانمه کی دستشو آورده بالا؟ من بودم دستم آوردم بالا. ببین چون میخواد توی درآمدش و توی هزینه هاش هم صرفه جویی داشته باشه و هم یه جوری باشه که کنترل شده زندگی کنه، چون فرد مستقلی میخواد باشه، میشه مثلا دوره های به دست آوردن درآمدهای جانبی و مثلا ترید و اینجور چیزا هم بهش فروخت. آره سئو هم میشه بهش فروخت. آره سئو هم میشه. محمد رضا شما بگو. من نظرم کلا برعکس همه این دوستانه. با توجه که به اینکه دانشگاه میره اونا، اون هیته لوازم تحریر یه بخشی آره اوکیه، ولی کسی که دانشگاه داره میره کارم داره، به نظرم حالا شاید هیته خودم نگم ولی لوازم آرایشی مثلا بیشتر به نظر من ترغیب باشه که بخرم. آفرین. دقیقاً صحبت بعدی من این بود. من پریا که داشت صحبت می‌کرد می‌خواستم بهش بگم شما چرا هیچ کدومتون خانم بودن و دختر بودن و 20 ساله بودن این فرق رو نمی‌بینید؟ حالا دختر 20 ساله است که دانشگاه میره لوازم آرایش لازم داره، دوست داره بخره و میشه قشنگ بهش این چیز، یعنی یه مارکتی که قشنگ میشه بهش فروخت. وقتی تو میفهمی یه دختر 20 ساله است بعیده که حداقل از یکی دو تا از لوازم آرایشی استفاده نکنه در طی هفته. خب دقیقاً. کسی دیگه اگه نظری داره بگه، اگه نه که بریم جلوتر. خب بریم صفحه بعدی. امید. فاطمه صالحی بخون، امیدو بخون. امید یک مدیر میانی در یک شرکت خصوصی بزرگ. قبل خوندن واستا میخوام هم بخونی و این دفعه به جای اینکه من تحلیل کنم تو تحلیل کنی. بگو از همون اول بگو روی این فلانش حساس بشی، واسه چی هم حساس بشی. میخوام اینو ازت انجام بدی. برو بخون، شروع کن. امید یک مدیر میانی در یک شرکت خصوصی بزرگ است و ماهیانه حدود 8 میلیون تومان حقوق میگیرد. خب مدیر میانی یعنی خب یه سری تجربه داره، قطعا تجربه کاری داره. بعد در شرکت خصوصی بزرگ، آره خب بازم به خاطر اینه که خب تجربه کاری داره تو این شرکت داره کار میکنه، ولی ماهیانه حقوقش پایینه. ببین این تمرین‌های پرسونا رو من از سایت متمم برداشتم. جلسه قبلی من متممو معرفی کردم بهتون به یک سایتی که حالا خیلی تو حوزه مارکتینگ کار کرده. این احتمالاً جزوهشون مثلا مال جزوه کردن همین متنی که تو سایتشون داشتن احتمالاً 4-5 سال پیش بوده احتمالاً، که یک شرکت خصوصی بزرگ 8 میلیون، شما فکر کن 80 میلیون درآمدشه، 10 برابرش کن. با این فرض پیش بریم از الان. بخون ادامهش. اوکی پس درآمدش هم خوبه. خب اون هر روز از 7 صبح در محل کار خود حاضر می شود و معمولا زودتر از ساعت 8 شب به خانه نمی رسد. از این چی میفهمی؟ اینکه یه تایم خیلی طولانی داره کار میکنه. خب بعد تایم استراحتش هم کمه. خب همینا فعلا. اوکی خوبه، بریم بعدی، برو جلوتر. امید حدود 10 سال سابقه کار دارد و به شدت علاقه‌مند به یادگیری است و معتقد است که با افزایش دانش و توسعه مهارت‌هایش می‌تواند به فرد پخته‌تری تبدیل را در مسیر شغلی خود خلق و کشف کند. درست. خب من فکر می‌کنم شاید اون تایمی که مثلا دیر برمیگرده خونه، شاید مثلا داره تو این کلاس‌ها و اینا شرکت میکنه، کلاس‌های توسعه فردیشون علاقه داره، شاید هم داره کار میکنه. ما حتی میشه شاید من اگه جای شما باشم اینجوری فکر میکنم که این بنده خدا تایمش کمه، دوست داره توسعه فردی یاد بگیره ولی تایمش کمه، پس باید یه چیزی بهش بفروشی که تو تایم کم بخواد توسعه فردی رو آموزش پیدا کنه. من اینجوری فکر میکنم. بچه انتخاب پرسونا
چیز قطعی نیست. همون اولم گفتیم وحی منزل نیستش که من بگم که همین درسته. نه، هر کی میتونه نظر متفاوت خاص خودشون نسبت به پرسونا داشته باشه، یکم بالاتر یکم پایینتر. ما بیشتر اینجا داریم تحلیل یاد میگیریم، یعنی میخوایم یاد بگیریم چجوری بهش نگاه کنیم. نگاه من درست ممکنه نباشه، نگاه یکی دیگه درست باشه، هر کسی یک جوری به مسئله نگاه میکنه. ادامه بده. حالا شما تسلط او بر زبان انگلیسی عالی است، اما حجم کارها و انعطاف ناپذیری برنامه‌های امید باعث شده که او در عین علاقه به یادگیری فرصت چندانی برای مطالعه کتاب‌های حجیم و مقاله‌های روز در زمینه مدیریت را نداشته باشد و در جستجوی روشی است که بتواند خودش را به روز نگه دارد و به نوعی یادگیری را در برنامه‌اش بگنجاند. که این همون حرف شماست که گفتید تایمش کمه. دیگه چی؟ و تسلطش به زبان انگلیسی هم خب میتونه یه سری مهمه، محتواهای انگلیسی شاملش بشه. آره باحالم هستش. جمله آخر چی؟ امید روزهای پنجشنبه فقط تا ظهر کار میکند و جمعه ها هم تعطیل است و معمولا در خانه میماند و بیشتر وقتش را با همسرش میگذراند. خب اینجا متأهل بودنش هم هست و شاید یه سری مواردم در اون مورد بشه بهش اضافه. یه مورد در پنجشنبه تا ظهر کار میکنه، جمعه هم تعطیل داره میگه. خب حالا کیو بیاریم بالا بپرسیم که از جزئیات بپرسیم؟ نرگس علی محمدی، خانم حاتمی و صوفی صالحی. 3 نفرتون حالا پشت سر هم. اول از نرگس علی محمدی بیاد بالا. نرگس تو باشی به این چی میفروشی؟ به امید 3 تا چیز به امید بفروش. من یه چیزی که به ذهنم اومد این با توجه به اینکه درآمدش خوبه، آخر هفته‌هاشم تقریبا وقت داره، میتونیم مثلا برای تفریحات آخر هفتهش چیزی رو بهش بفروشیم. سفر یه روزه، یه تور یه روزه صبح تا شبی. آره، یا مثلا اطراف شهرشون هر جا که. این خیلی خوبه. این یک. دوشی میفروشی بهش، من خیلی خوشم از اولی. یه چیزی که خیلی خوب واضحه که دوست داره مهارتاشو بیشتر کنه، در مورد کارش میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که پیشرفت کنه، دوره چیزی. یه چیز هم که تو ذهنم اومد، چون خیلی سر کاره، میتونیم بهش پشتی صندلی بفروشیم. باریکلا. آفرین. آره، بعد با توجه به اینکه تایم زیادی هم، یعنی توی ساعت کاری داره بیشتر تایمش سر کاره، اینا رو باید توی تایم کاری جلو چشش بذاریم. موافقم. مثلا داره از 7 صبح تا 8 شب 12 ساعت داره کار میکنه، 13 ساعت داره کار میکنه. پیشنهادهای خیلی خوب بود. آفرین بهت. شیما رکابدار گفتم دیگه. شیما تو بگو. من مثل دوست عزیزمون اولین چیزی که به ذهنم رسید فروش و معرفی سفرهای یه روزه و طبیعت‌گردی بود. بعد حالا با توجه به علاقه‌ای که به یادگیری و توسعه مهارتش و اینا داره، با توجه به شغلش یا تسلطی که رو زبان داره، ایونت‌های مختلف رو بهش معرفی کنم، بتونه ثبت نام کنه روز حالا اون مقدار زمانی که پنجشنبه داره یا جمعه داره شرکت کنه. و مهمتر از همه این که تایم زیادی رو تو محل کارش میگذرونه. برای کسایی که خیلی تو محل کار هستن، قهوه بهترین چیزه به کارشون میاد، فروش قهوه و خوراکی‌های مورد علاقه‌اش. چون خودم خیلی شکمو هستم، تو محل کار این چیزا خیلی به کارم میاد. یکی برام بیاره جلو چشمم خرید کنم، خیلی استقبال میکنم. بچه‌ها مارکتتون رو پیدا کردیم. به شیما بخوایم قهوه بیاریم، به شیما قهوه بفروشیم. خانم صالحی شما بگو. صوفی صالحی. دوستان همه موارد رو گفتن، من نمیدونم دیگه، همه رو گفتن بچه‌ها. خیلی بین چیزی میشه فروختا. ببین الان به نظر من برای آخر هفته که خانومشم هست، میتونیم یه چیزی هم برای خانومش در نظر بگیریم. چی میتونیم واسه خانومش در نظر بگیریم؟ که به عنوان هدیه. حالا یه چیزی که خانومش دوست داره سفارش بده،
برای خانمش که آخر هفته کنار همن. من نظرم اینه که حتی روزای یه گل میتونه، یه اتکلون، لوازم آرایش، لباس. من نظرم اینه که روزای شنبه تا چهارشنبه بهتر واسه خانمش میشه چیزی فروخت بهش. مثلا طرف بله شنبه تا چهارشنبه مثلا واسه خانمش یه هدیه بفرسته دم در خونه، میشه بهش چنین چیزی رو فروخت واقعا، چون تهش داره میگه دوست داره با همسرش وقت بگذرونه دیگه، میشه چنین چیزی رو بهش فروخت. یکی کامنت داد، یکی پیام داد که بعضی وقتا نمیاد پیاماتون بچه‌ها. واسه من کی چی گفتش آخرین نفر؟ یه کامنتی داد فکر کنم. کسی که کامنت داد دوباره کامنت بده، حداقل من نوتیفش دوباره برام بیاد، یا حداقل میکروفون رو واکن بگو. آقای حسینی من بودم. بگو. دو تا نکته اینجا من بررسی کردم بهش خوردم. یکی این که تایم کاریش بالاست، یعنی به نوعی فشار کاریش زیاده. خب در نتیجه سعی میکنه آخر هفته‌هاشو تا جایی که میتونه استراحت کنه و یا تفریح کنه و یه جوری اون فشار کاریه رو اونجا خنثی کنه یا اینو برطرفش کنه یا جبرانش کنه. یه نکته دیگه هم بود، این بود که آخر هفتهشو با همسرش میگذروند. این آقا امید سوژه ما، یعنی سعی میکنه این عیالواریش و ایناشو ما فهمیدیم که آقا این آدمیه که سعی میکنه وقت آزادش هم با همسرش بگذرونه. من فکر میکنم اگه بتونیم مثلا یه چیزی بهش بفروشیم که آخر هفتهشو در کنار همسرش بگذرونه و از اون لذت ببره، خیلی ایده خوبیه. مثلا موردی که به ذهن خودم رسید این بود که بیام بهش اشتراک مثلا یه وبسایت ویدیویی رو بفروشم که بیاد فیلم ببینه در کنار همسرش، ببینه بعضی فیلم‌ها مثلا میشه فروخت، اشتراک فیلم‌ها رو قشنگ. آره دقیقاً. خانوادگی مثلا با هم دیگه یه افعی تهران نگاه کنن. باحاله. دیگه چی بررسی داشتیم؟ میشه منم یه نکته بگم؟ آره بگین. چرا که نه. فروشه چون میگه با همسرش میخواد وقت بگذرونه، حالا یه سری دورهای ورزشی یا ماساژ و یوگا و اینا به خاطر اون خستگی که داره تو طول هفته میتونه جذاب باشه، و یا ورکشاپ هایی که برگزار میشه مثلا ساخت سفال و اینا هم میشه 2 نفر رفت، یا آشپزی، اونها هم قطعا خب جذابه برای قسمت با همسرش. و یه نکته‌ای که وجود داره، پادکست، دوره‌هایی که حالت پادکست یا صوتی قطعا برای اون آدم بهتره، چون تایم زیادی برای نگاه کردن چیزی یا شرکت تو دوره‌ای نخواهد داشت. خیلی عمالی موافقم باهات، مخصوصا با اون کارهای 2 نفره که کسی بهشون بتونه بفروشه، خیلی اوکیه. حالا بذار من همینجا تبلیغم بکنم، یه دوستی هست تو مشهد واسه زوجها چیز میکنه، اسمش چیه، حالا کارگاه سرامیک 2 ساعته میذاره واسه زوجها، 2 نفره با هم میتونن برن اونجا. مثلا حالا من تو تهران کمتر دیده بودم، تو مشهد یه مورد خودم دیده بودم، خیلی باحال بود. یعنی همچین تهران هم هستش؟ قطعا هست، من میگم من ندیدم ولی یک نفر تو مشهد این کارو میکنه، باحال بود. یعنی چیزی که گفتی من خودم دیدم و باحاله، یعنی چه اتفاقاتی میافته. خب بریم سراغ سوژه بعدیمون. قبلش کسی سوال نداره؟ کسی نکته‌ای نداره بچه‌ها بگید دیگه. چیزی نمیخوایم بهش بفروشین؟ محمد دستت بالاست شما؟ بله من حالا با توجه به اینکه این فرد 5 روز خودش رو اختصاص داده به کار، به نظرم این که خب تایم بیشتری درگیر سر کاریه، استند زیر پا برای زیر میزش میتونیم بهش بفروشیم، ماگ برای روی میزش و ست خودکار، سررسید، این چیزایی که اداریه برای روی میزش، اینا رو هم دفترچه، خودکار، همه اینا رو واقعا میشه بهش فروخت. آفرین. فکر کنم پریا و یک نفر دیگه هم دستشون بالا. پریا جان شما بگو نکته اگه داری. بله من فقط یه نکته این که توی حرفاش گفته بود که دوست داره کتاب بخونه ولی به خاطر حجیم بودنش و وقت کمش نمیتونه این کارو انجام بده. حالا به جز اشتراک فیلم که بچه‌ها گفتن، اشتراک مثلا این کتابای دیجیتال مثل فیدیبو یا کلا کست باکس هم فکر می‌کنم گزینه مناسبی باشه که بتونه اون مشکلش هم حل کنه. عالی، ایول. ببین بچه‌ها دارین راه میافتین ها، داره خوشم میاد از این کلاسمون.
هر چقدر بیشتر چیز کنین، هر چقدر بیشتر مشارکت کنین، من سطح انرژی خودم میره بالاتر، چون من اصلا تدریس یک طرفه خوشم نمیاد. ولی من میتونم این مطالب رو همینجور بگم و رد شم، برعکس دوست دارم که سرش صحبت کنیم، دیالوگ کنیم، خیلی خیلی بیشتر یاد میگیرین و تو ذهنتون خیلی ثبت میشه این شکلی. اگه سوال یا نکته کسی نداره من برم صفحه بعدی. یه سوژه دیگه هم داریم، بریم سر اون سوژه صحبت کنیم. خیلی عمالی. قبل اینکه بریم سوژه، باز دوباره این PA رو داریم و صفحه قبلش DA رو داریم. DA میشه Domain Authority، PA میشه Page Authority. Domain Authority دامنه است، همون دامنه‌ای که داره مثلا digicala.com اسم دامنه است. خب Authority به معنای اعتباره. حالا جلوتر انقدر از این اتوریتی صحبت میکنیم تو سئو، انقدر میگیم که دیگه حالتون به هم بخوره بچه. یعنی بگین ما حالمون از اتوریتی به هم خورد، انقدر این حسینی میگه اتوریتی. اتوری به معنای اعتباره. یه مثال میزنم، جلوتر هم همین مثال رو میزنم، دوباره ازش وام میگیرم چون میخوام این دی ای و پی ای ثبت بشه تو ذهنتون، یه جرقه بخوره، جلسات بعدی خیلی بشه پردازیم. نیلوفر، شما تو اطرافیانتون طلا فروش دارین؟ بله. تو تصمیم میگیری بری بازار بزرگ تهران، از تابستون امسال قصد کردی که طلا فروشی کار کنی. خب خودت میری به یه آقایی پیدا میکنی، میگی آقا من اومدم کارآموزی. درسته. به نظر چند درصد احتمال میده که تو رو به عنوان کارآموز قبول کنه اون فرد؟ خب چون شغلش حساسه و اون کالا خب یه شرط خاصی داره، درصدش پایینه. خب احتمالش کمه چون غریبه است دیگه. اگه آشنا باشه اون آشنایی که خب میپذیره. آره ممکنه، حالا اون آشنا احتمال داره به خاطر اون. ادامه نده. میخوام مسئله بعدی رو مطرح کنم. آشناتون کیه؟ چه نسبتی باید داره؟ فامیل درجه 2. فامیل درجه 2. شما فکر کن اون فامیل درجه 2 یه آشنایتی با همون حاج آقایی که شما می‌خواستی پیشش کارآموزی بری داشته باشه. اگر اون آشنای شما زنگ به اون حاج آقا بزنه، چه اتفاقی میفته؟ شما چند درصد احتمال داره که بتونی کارآموزی رو بری؟ خب بستگی به شناخت اون دو طرف هستن دیگه داره، ولی اگه اعتبارش پیشون خوب باشه خب میره احتمالش بالا دیگه. همینجا باستا. چی گفتی؟ چیش بالا باشه؟ گفتم اعتبارش زیاد باشه بینم. همینجا باستا. اعتبارش. اتوریتی یعنی اعتبار. اتوریتی یعنی اعتباری که یک سایت داره. خب وقتی که حالا چون اون فامیل درجه 2 شما میاد به اون حاجی معرفی میکنه، حاجی قبول میکنه تو بیای بری کار کنی، تو به واسطه اون فامیل درجه 2 یه اعتباری پیدا کردی. دی ای یعنی اعتبار یک دامنه، که اون دامنه چقدر حرفش اعتبار داره و چقدر مثلا حرفش برو داره. پی ای یعنی چی؟ پیج اتوریتی، یک صفحه از سایتمون چقدر اعتبار داره. ممکنه یک سایت مثلا صدها صفحه داشته باشه و اعتبار هر صفحه با هم متفاوته. برای مثال محمد جواد، شغلت چی بود تو؟ محمد جواد بله، شغلت چی بود شما به حال حاضر؟ من دانشجوام ولی خب فرانت کارم، یعنی فرانت کار میکنم. تو دانشجویی. مثلا محمد جواد اگر در مثلا یه اتوریتی یه اعتباری داره کلیتاً، مثلا محمد جواد الله یه اعتباری کلاً داره، خب ولی حرفای محمد جواد در حوزه فرانت اند یا همون کد نویسی با حرفای محمد جواد در حوزه روانشناسی مثلا رابطه خیلی با هم فرق داره. خب اگه دوستاش یا حالا آدمایی که محمد جواد میشناسن اونو بشناسن، مثلا در مورد مثلا کد نویسی حرف بزنه، مثلا میگن اداره درست میگه چون محمد جواد کارش کد نویسیه. خب ولی وقتی داره در مورد مثلا روانشناسی صحبت میکنه، مثلا میگن که حالا محمد جواد که از روانشناسی خیلی چیزی نمیدونه، شاید درست بگه. خب پس اعتبار حرفهای یک نفر بسته به موضوعش میتونه متفاوت باشه. پس تو سایت هم همینه، یک سایت یه اعتبار کلی داره ولی هر صفحهش تو هر موضوع ممکنه اعتبار متفاوت تری داشته باشه.
حالا بچه یک نفر تو گروه خانم فامیلش یادم رفت باز دوباره فاطمه رو تگ میکنه، چون فاطمه خیلی دور کلاس تاکید داشت ولی الان نیست، ببینید به مشکل نخورده باشه. یک نفر یک چک بکنه تو گروه. یک فاطمه اینم چیز زاده بود فامیلش، فامیله یادم نموند که بودن تو کلاس، ولی ببینید یک نفر اگه بتونه تو گروه یک متنی تگشون پیدا کنه تگشون کنه ممنون میشم. یه ثانیه حس کردم شاید نمیتونه وصل شه. پس اعتبار این صفحات با هم متفاوت. پس DA Domain Authority، PA Page Authority. حالا بریم سراغ سوژه سوممون. مهتاب. کی بخونه؟ به کی تسک بدیم بخونه؟ کی از همه ساکت تر امروز؟ خانم حاتمی، فاطمه بود اسمش کوچیک شما؟ بله. فاطمه جان میخونی شما مهتاب در رابطه با مهتاب؟ بله. بخون. بله. مهتاب در رده سنی بین 24 تا 30 سال قرار دارد. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ اینو نشون میده که سن مهتاب 24 تا 30 ساله. سنشه. اوکی، دیگه چی؟ ادامه بده. بعد این که ادامه بدم. او کمتر از 6 ماه هست که به متمم پیوسته و در حال حاضر کاربر آزاد متمم است. خب این متن کامل بخون، من سرش توضیح میدم چون تخصصی تره کلا یک مقداری پرسوناش. او بیشتر از 60% زمان مطالعه مطالب متمم را به مطالعه روی صفحه موبایل اختصاص می‌دهد. تعداد کامنت‌ها و دیدگاهش در متمم هنوز به 20 مورد نرسیده است. مهتاب فایل صوتی را به مطالعه متن ترجیح می‌دهد و به درس‌های استعدادیابی و مهارت ارتباطی بیشتر از سایر درس‌ها علاقه دارد. ببینید بچه‌ها یکم می‌خوام یه تخصصی در مورد پرسونا باهاتون صحبت کنم. ببینید وقتی ما داریم از یه پرسونا کلی و جامع صحبت می‌کنیم یه بحثه، وقتی ما یه چیزی داریم که می‌تونیم دیتا از کاربر بگیریم یه بحث دیگه است. سایت متمم یکی از سایت‌های بسیار بزرگ در حوزه بازاریابی و حوزه‌های دیجیتال در ایرانه. لطفاً هر چقدر در هفته میتونید به متمم سر بزنید، اشتراک متمم رو بخرید. کلاً 150 تومان ماهی، یعنی عددی نیست ولی به شدت دانش زیادی رو در اختیار شما قرار میده. صاحبینش به شدت زحمت کشیدن و به نظر من از جذاب‌ترین سایت‌هایی که حالا میتونید شما خیلی چیزاش یاد بگیرید. حالا اینجا بپردازیم در رابطه با مهتابی که تو متمم ثبت نام کرده. مهتاب رده سنیش 24 تا 30 ساله. پس این سایت متمم میفهمه که محتوایی که میخواد به این فرد پیشنهاد بده تو این سنه. 6 ماهی که اومده متمم، الان میدونیم چند ماه تو متمم. حالا تو این 6 ماه بیشتر صفحه موبایل چک می‌کرد، یعنی با لپتاپ چک نمی‌کرده. پس اگه من میخوام براش چیزی هم بفرستم سعی می‌کنم مطالب کوتاه‌تری بفرستم که تو صفحه موبایل چشش کمتر اذیت بشه. حتی پایین‌تر اومده گفته درس‌های بازاریابی مهارت ارتباطی رو خیلی دوست داشته. قطعا مهتاب یه شماره تماس داده، یه دونه هم ایمیل داده تو سایت متمم. وقتی که من یه دوره استعدادیابی دارم برگزار میکنم مثلا با استاد فلانی، یه پیامک مهتاب میزنم. حتما مهتاب جزو گزینه‌های پیامکی من حساب میشه، جزو گزینه‌های ایمیلی من حساب میشه. وقتی دارم مثلا مهارت ارتباطی، مثلا دوره گذاشتن، دوره ارتباط موثر برای مثال، خب دوره ارتباط موثر گذاشتن، من سعی میکنم حتما به مهتاب پیام بدم، چون مهتاب نشون داده توی متمم اینو دوست داره. وقتی تو یه حوزه تخصصی، یک سایت مشخص می‌خوایم پرسونا مشخص کنیم، دیگه نمیگیم آقا هر چی بتونیم بهش بفروشیم. متمم چیزی که میخواد بهش بفروشه محتواست، همین اشتراکشه، همین دوره‌هاشه. متمم دوست داره دوره به مهتاب بفروشه. پس تخصصی تر پرسونا رو بررسی کنیم.
چرا دو تا مثال قبلیمون کلی تر بود؟ چون می‌خواستیم پرسونا رو بفهمیم. چرا این مثال تخصصی شد؟ واسه اینکه ما توی سایت قرار نیست همه چیز بفروشیم. اگر من معین یه سایت دارم تو حوزه مثلا لباس بیمارستانی، آقا میخوام به کسایی که بیمارستانی هستن لباس بفروشم. حالا سن اونا چند ساله، میرم سن اونا رو تعیین میکنم، به اونا چقدر خرید آنلاین دوست دارن اونا رو میرم تعیین میکنم. یعنی این مسیر هی ادامه داره و هی باید بتونم پرسونای خودم رو آپدیت کنم و نسبت بهش آگاه باشم. کسی سوال داره؟ سوالی نمیبینی؟ فعلا ادامه بدیم. خب بچه ها تسکاتون از اینجا شروع میشه. یه دونه حالا یادداشت کنین، این چیزم تو گروه میذارم. یه دونه تسک قرار بنویسین در رابطه با یک فروشگاه آنلاین. این تسکه چجوریه؟ توضیح میدم که آشنا باشه براتون. واسه هر کس هم فرق میکنه کلا. مثلا خانم ماشینی علاقه داره تو حوزه مثلا مهاجرت چیزی رو ببینه، مثلا سایت مهاجرت مثلا میاد دوره زبان میفروشه اصلا به ایشون، اینجوری فکر کنید. اون فروشگاه آنلاینه پرسوناشو بنویسین، پرسونای فروشگاه نسبت به مشتریاش. یعنی چی؟ اون فروشگاه آنلاین مهاجرتیه باید چه پرسوناهایی رو انتخاب کنه؟ انتخاب میکنه مثلا کسایی که کارشناسی دارن، کسایی که مثلا زبان یکم بلدن، کسایی که مثلا چه میدونم پولدارترن، کسایی که مثلا چه ایکسن ایگرگن. یه فروشگاه انتخاب کنید با هر موضوعی دوست دارین خودتون. اسم فروشگاه می‌نویسین، بعد میگین پرسونای اساسی این فروشگاه ایناست. این یه دونه بخش دیجیتال. یه دونه فروشگاه تو سر کوچه‌تون در نظر بگیرین. خب اینو لطفاً با گوشت خون خودتون برین حس کنید. لطفاً وقتی اگه مثال دارم یا شما برین تو یه فروشگاه میفهمین که بیشتره، فقط حسش کنین اینکه 10-15 نفر آخری که اومدن تو این فروشگاه چند سالشون بود، چی تنشون بود، ماشینشون چی بود، چقدر مبلغ حدوداً کارت کشیدن، حجم کالایی که دستشونه چقدره. خب به اینا فکر کنید، خیلی چیز باحالی پیدا میکنید. اینکه اکثرا افرادی که تو این حوزه 80% با هم مشابهت فکری دارن، یعنی این تو ذهن من قطعی شده است. شما لطفاً تایم بذارین تو این هفته تو همین چیزایی که وجود دارن دقت کنید. نمیگم که برین یه ساعت خیره بشین، 10 دقیقه رفتین خودتون مثلا از سوپرمارکت یه خریدی کنین، از اون لباس فروشی، از خیاطی سر کوچه‌تون یه خریدی دارین میکنین، یه دقتی هم بکنید. توی متن تکلیفتون هم یه چیزی بنویسید، مثلا یه 4-5 خط یه چیزی بنویسید. موضوع بعدی در رابطه با پرسونا نوشتن از یکی از بچه‌های همین کلاسه. خب این واسه دوره‌های حضوری من تعبیه شده بود، یعنی این تسکی که اینجا وجود داره، چون بچه‌ها همدیگه رو می‌دیدن، قرار بود مثلا در رابطه با پرسونا به همدیگه چیزی بنویسن. این قرار بود تمرین جلسه 5 و 6 باشه که بچه‌ها بیشتر همدیگه رو شناختن. ما این تسک رو واسه این کلاس رو هم نگه می‌داریم، هر نفر یک نفر دیگه از کلاس رو انتخاب کنه. خب مثلا خانم صالحی آقای مثلا تیموری رو انتخاب کنه، بگه آقا مثلا اینو مثلا تسک برای 3 جلسه بعده. آقا کلا حسین تیموری مثلا در این جلساتی که صحبت کرده قطع و وصل شد، برای همتون قطع و وصل شد بچه‌ها. دوباره توضیح تسک رو دوباره توضیح تسک براتون. ببین این از کدوم قسمت خانم ماشین نشدیدین شما؟ من کامل شنیدم، من مشکل نداشتم. اوکی. من تسک 3 رو دوباره میگم. یکی از بچهای همین کلاس، ببینید 3-4 جلسه بعد این تسک رو ازتون میخوام. این شکلیه که مثلا خانم ماشینی یه ویژگی رفتاریایی داره، یه سوالایی، یه چیزایی تو کلاس میگه. من دوست دارم یه نفر خانم ماشینی رو انتخاب کنه، ویژگی‌های رفتاری خانم ماشینی رو بنویسه و قرار نیست که اصلا به خانم ماشینی اینا رو بدیم نشون، قرار نیست کسی رو بخونیم، تسک ارسال میکنیم من میبینم و اصلا چیز قضاوت نیست بچه‌ها. مثلا حس مینویسیم، مثلا حس میکنم مثلا اولین چیزی که تو کلاس گفتین خودتون رو معرفی کنید، برید اونجا چک کنید طرف چند سالشه. مثلا نیلوفر ماشینی مثلا چند سالشه، بعد نیلوفر ماشینی شغلشو در بیارین، تو همین کلاس صحبت میشه چه شغلی داره انجام میده. خب بعد ببینید دیتا، بعد بیان بنویسید آقا اینا رو میشه به نیلوفر ماشینی فروخت. اوکی. یا منظور فقط نیلوفر ماشینی نیست، هر کی یک نفر رو انتخاب کنه، هر کی رو دوست داشت فرقی نمیکنه، تو تسکش بنویسه فلانی رو انتخاب کردم و بنویسه من میتونم اینا رو به این فرد بفروشم.
اوکی، تمرین واضحه بچه‌ها براتون؟ اوکی، مرسی. خب حالا بریم این پایینتر یه چیزی داریم به نام KPI. کسی میدونه KPI یعنی چی؟ خانم صالحی دقیقاً باید از همین کلاس باشه، چون میخوام ببینم چقدر شما نسبت به بقیه درک و سنس به دست میاریم. کسی میدونه KPI یعنی چی؟ وقتی کسی نمیدونه منم سعی میکنم انگلیسی سرچ کنم براتون اینجا ببینید و انگلیسی شده با هم پیش ببریم. حسین من میتونم بگو پس میتونم کلیتشو بگم. آره بگو خوبه. البته باز نمیدونم که دقیق میاد، ولی مثلا یه هدفی رو برای یه کاری خب مثلا شما دارید یه کاری انجام میدید، بعد برای اون کار یه هدف گذاری میکنن. مثلا میگن که تا دقیقا همینه. ببین KPI دقیقا میشه هدف گذاری تاچ نشده یک بیزینس. خب یعنی معیارهای سنجش یا سنجه یک بیزینس. انگلیسی دقیقش میشه K Performance Indicator، یعنی کلید اجرای مثلا مشخص کننده اون که دقیقاً میاد مشخص میکنه. مثال دارم میگم، یک نفر تو اینستاگرام باهاش قرارداد می‌بندین، میگن آقا ما قراره فالوورتون رو بکنیم 1000 تا. خب KPI 1000 تا، یعنی اگه 1000 تا شد یعنی کارش درست انجام داده، اگه نشد یعنی کارش درست انجام نداده. اگه 800 تا شد یعنی نزدیک به KPI بوده، اگه 200 تا شد دور از KPI بوده. KPI یعنی معیار سنجه ما، همون خطکش میمونه، شاغول میمونه. یعنی توی حوزه‌های دیجیتال اعداد و ارقامن که KPI تعیین کنن. مثلا میگیم 1000 تا بازی دست داد، 500 تا بازی دست داد، مثلا 400 تا فلان اتفاق، 500 تا بهمان اتفاق. خب اینا خیلی نکات مهمی ان، باید سعی کنیم که اینا رو حتما در نظر داشته باشیم. KPI چیزی که در آینده خیلی ازش حرف میزنیم، میگیم آقا KPI ما واسه فلان چیز در SEO اینه که فلان کارها رو بکنیم. اوکی، شفافه بچه‌ها؟ شفاف. خسته که نشدی؟ میشه یکم بیشتر روی KPI بمونیم و توضیح بدیم؟ چرا نمیشه؟ بچه اصلا تو کلاس تعارف معارف نداریم، هر جا حس کردین نیاز بیشتر توضیح بدیم بگین. ما کلاس اون اسمش 2 ساعت هست، ممکنه 2 ساعت بشه 2 ساعت و نیم، هیچ ایرادی نداره. وای میستیم درس میدیم تا همه مواز جا بیفته. ببین حسین، تو مثلا میری یه جا استخدام میشی، خب یه مثلا اصغر آقای وجود داره. این اصغر آقا میگه که آقای تیموری، من در صورتی تو رو به عنوان کارمندم قبول دارم که برای من باید 50 تا مثلا لباس بفروشی تو ماه. خب اگه 50 تا رو نفروشی یعنی خراب کردی، یعنی بلد نیستی اصلا بفروشی، تو ضعیفی، داغونی، خرابی هستن تو این کار. خب ولی اگه 50 تا رو بفروشی یعنی داری به اون KPI رسیدی، هدف کسی که داره از ما سفارش میخواده، یعنی معیاری واسه سنجش این که من خوب عمل کردم یا نه. مثلا این اصغر آقاه دنبال فردی میگره که 50 تا براش لباس بفروشه. بفروشی KPI رو زدی، نفروشی نزدی. 50 تا 70 تا بفروشی از KPI بهتر عمل کردی. حتی میتونی ازش اینجا چی بخوای؟ پاداش بخوای، بگی آقا من از اون چیزی که تو میگفتیم بهتر بودم، پس یه پاداشی هم به من بده دیگه. تو مگه نمیگی 50 تا، من 70 تا فروختم مثلا من. خب که حالا بعضی وقتا قرارداد که میبندن دقت کردی مثلا میگن آقا پورسانتی فلان اتفاق، مثلا 10 تا بفروشی اینه، اگه بیشتر از 10 تا فروختی بدی پورسانتی هم میدیم. یعنی KPI رو میزنی، تاچش میکنی KPI رو، بعد اگه KPI تاچ شد بعدش میری سراغ این که بیشتر بخوای ازشون پول بگیری. خانم نصیریان خیلی زود تشریف آوردین کلاس رو، لطف کردین. خب موضوع بعدی سرچ اینتنت. بچه‌ها اسم دورمون دوره SEO اینتنته. خب
یه پیشنهاد بدم، اگه خسته شدین میتونیم چند دقیقه استراحت بدیم و اگه باش موافقین. اگه موافق نیستین یعنی حس میکنین اوکی من درس بدم، چون حس کنم نیم ساعت دیگه لازم باشه برای کلاسمون هنوز. من درس میدم چون واکنشی ندیدم، پس درس میدم، چون همون نیم ساعت رو بس بگذرونیم تمامش جلسه. ادامه بدین. خوبه. خب خدا رو شکر. هر جا خسته بودیم، حالا اگه همه خسته بودن بگم بهمون. پس خب ببینید سرچ اینتنت چیه. ببینید بچه‌ها اسم دوره رو گذاشتیم اینتنت. خانم شیما رکابدار میدونی اینتنت یعنی چی اصلا فارسیش؟ خانم رکابدار خانم پریا شما میدونی یعنی چی اینتنت؟ نه متاسفانه. خانم علی محمدی نمیدونم. حسین شما بگو، دستتو بردی بالا. قصدمون تصمیممون راجع به یک موضوع میشه اینتنتمون. بچه لغت درست واسه اینتنت یعنی نیت. ببینید ما کلن تو برمیگردیم جلسه قبلی، کاربرای گوگل چرا گوگل رو انتخاب میکردن؟ چون میخواستن به یه هدفی برسونن و گوگل میتونست با نشون دادن اون سایت های خوب اینا رو به هدفشون برسونه. پس کل دغدغه سئو اینه که تو بتونی هدف کاربر رو برطرف کنی. کاربر دنبال رزرو بلیط هواپیما میگرده، بتونی بهترین سایت رو بهش بدی بیاد بگیره. کاربر دنبال گرفتن پاسپورت میگرده، بتونی بهش مدارک چیه، مراحل چیه، ساختار چجوریه، کجا بری، آدرس چیه، چیا لازم داری، مثلا دانشجو باشی چجوریه، خانم باشی چجوریه، آقا باشی چطوریه، همه اینا رو بیاد بگه. تو دنبال قصد و یک نیت دارید سرچ انجام میدی. تو بدون هدف که سرچ نمی‌کنی. یا میخوای یه کالا بخری، هدفت خرید کالاست، یا تو میخوای مثلا یه دونه مثلا چیز داشت اطلاعات به دست بیاری، مثلا میزنی مثلا کدوم کرم ضد آفتاب بهتره. هر کسی داره سرچ میکنه دنبال یه چیزی داره میگرده، دنبال یه نیتی داره. ما اگه بتونیم به این نیت رو خوب بفهمیم، خوبم بهش پاسخ بدیم، در نتیجهمون سئو سایتمون خیلی رشد خوبی میکنم. برای همینه که اصلا اسم دورمون رو گذاشتیم اینتنت، چون که من خیلی روی این موضوع تاکید دارم و تا جلسات آخر انقدر اینو میگم مثل دقیقاً اتوریتی خسته بشین از این دو تا لغت، یکی اینتنت یکی اتوریتی. ببین میگه که the main goal a user has when typing a query into a search engine. main goal یعنی هدف اصلی یک کاربر وقتی داره تایپ میکنه، a query یعنی عبارت، into a search engine هدف کاربر وقتی که داره یه عبارت رو توی گوگل تایپ میکنه. اینتنت خیلی مهم میشه. حالا بر صفحه بعد، چرا نمیره صفحه بعد؟ حالا ما اینتنت هامون چند دسته بندی دارن. خب خانم نیلوفر خانم ماشینی، بله. جسارت هم میتونم بپرسم آخرین سرچ که در گوگل انجام دادین چی بوده؟ خرید پارچه مبل. خرید پارچه مبل. لغتتون دنبال خرید یه چیز تجاری میگرده. خب یه دسته‌بندی داریم اینجا به نام کامرشیال، به نام تجاری. یه دسته‌بندی داریم به نام ترانزکشنال، یعنی اقدام به یه کاری میخواین انجامش بدین، اکشن داره توش. خرید میخواین، هم ترانزکشنال هم کامرشیاله. حسین تیموری جانم، آخرین سرچ شما چیه؟ یکم خنده داره ولی دانلود بازی کم حجم کامپیوتر. دانلود بازی کم حجم کامپیوتر. دنبال دانلود میگرده، یه اقدام داره، ترانزکشنال اقدام داره توش. خانم صوفیا صالحی، خانم صالحی، بله. آخرین سرچ شما چیه تو گوگل؟ سرچ من تو گوگل
والا خیلی سرچ میکنم در مورد، حالا بیشتر بچه ها سرچ میکنم در مورد موضوعات مربوط به بچه چی ها. سرچ میکنی مثلا؟ یکیشو میگی؟ مثلا وقتی که بچه ها بیمار باشن مثلا سرچ میکنم بالفرض برای سرماخوردگی کودک چه چیزایی خوبه. آفرین. میشه چی؟ میشه دنبال اطلاعات میگردی، میشه اینفورمیشنال. شما بله دنبال بله اطلاعات میگردی، داری دنبال چیزی میگردی بتونی پیداش کنی. خب چون نویگیشنال بچه بله. کمتره کلا. یه جا سرچ کردیم اول جلسه خرید مهاجرت تحصیلی به کانادا ملکپور. خب ملکپور اسم برنده. وقتی اسم برند رو سرچ کنید نویگیشنال میشه. بچه ها ببینین، حالا کلیش کنیم. 4 نوع سرچ داریم بچه ها. یکی این که اینفورمیشناله، من سرچ میکنم دیتا به دست بیارم. یکی نویگیشناله، من سرچ میکنم اسم یک برند توش وجود داره. سرچ میکنم خرید گوشی دیجیکالا، مثلا چه میدونم حریره پسته برای کودکم نینی سایت. دیگه چه میدونم مثلا بلیط هواپیما علی بابا. دیگه خیلی زیادن نویگیشنال کلا. خرید کفش نایکی، مثلا خرید مثلا لباس مثلا فلان برند دیگه. اینا میشن اینجوری کامرشیال، تجاری هن. هر چیزی که از تجارت صحبت کنه، از محصول صحبت کنه کامرشیاله. مثلا دارم میگم پسته خودش کامرشیاله، مثلا خرید پسته ترانزکشن، اقدام به انجام یک کاری داره. ما 4 دسته کلی کردیم. یه چیز دیگه داریم به نام لوکال سئو. یعنی چی؟ بعضی وقتا سرچ میکنین، خب بذار یکی رو پیدا کنیم اذیتش کنیم که. خب محمد جواد ساکتی یه چند دقیقه است، بیا بالا. بله در خدمتم. محمد اهل کدوم شهر بودی شما؟ کرج. کرج بودی. محمد جواد تو دکتر میخوای تو کرج بری، تو اینترنت پیش اومده سرچ کنی تا حالا چیزی؟ آره اتفاقا پریشب یه دونه رزرو کردم از سایت دکتر تو. دکتر تو آره. بله چی سرچ دکتر کردی؟ تو آره. با چه کوئری دنبال لغت میگشتی؟ دکتر ارتوپد. ادامه نداشت؟ دکتر ارتوپد در کرج ننوشتی مثلا؟ چرا اتفاقا شهرام بود، من در کرجش، یعنی فیلترش البته انتخاب کردم من چون از داخل خود سایت استفاده کردم. آره ولی خب میشد اینجوری هم سرچ کرد. ببینید بچه وقتی که شما مثلا میخواید دنبال پزشکی میگردید، دنبال مطبی هستی، دنبال وکیلی هستی، دنبال مثلا چندم یک لوله کشی هستی، دنبال مثلا چندم مثلا میخوای بری پرونده قضایی تو ثبت کنی، پلیس به اضافه 10 میخوای ثبت کنی، اینجور حرفا، سرچ میکنی دفتر پلیس به اضافه 10 کرج، مثلا چه میدونم لوله کش شمال تهران، اینجوری سرچ میکنی. لوکیشن بیس، یعنی چون با لوکیشن سرچ میکنی. یا مثلا بهترین وکیل مشهد، خب بهترین دندان پزشک شیراز، اینجوری سرچ میکنید دنبال کوئری. میگن لوکال سئو، سئو شهری و محلی. به شدت بچه‌ها تاثیر میذاره. یعنی یکی از بچه‌ها یه پروژه وکالت داشت. کی بود پروژه وکالت داشت؟ خودت بودی؟ خود من بودم. بله. پروژه وکیل در مثلا کرج. این حتما باید لوکال سئو روش کار بشه. جلوتر مفصل میگیم چی کار واسش میشه کرد، ولی اینو یاد بگیرین که اینتنتش میشه لوکال. خیلی خب یه دونه اسلاید دیگه داریم. آها بچه‌ها تسک دارین دوباره برای 3 لغت: خرید لپتاپ، قیمت ماشین و اسباب بازی کودک. فکر نکنید که قراره همین 3 دونه لغت رو تشخیص بدین که چه نوع جنسی دارن، چه نوع جنس کالایی هستن. برعکس هر کدوم از اینا یه دسته‌بندی هن که 400-500 تا لغت دارن که این 400-500 تا لغت براتون ارسال میشه در اکسل. شما جلوش مینویسی مثلا سی کامرشیال، مینویسی مثلا فلان، مثلا ان نویگیشنال، و باید جنس اینتنت لغات رو مشخص کنی. تسک سنگینیه ولی باید انجامش بدین. اگه میخواین چیزی یاد بگیرین باید تسک رو انجام بدین. اگه جایی بعدم تکراری میشه حوصلتون سر میره، کاملا آگاهم. یعنی میدونم که قرار حوصلتون سر بره یکم، ولی چاره ای نیست.
بعضی وقتا تو صحبت کارهایی رو انجام بدیم که حوصله‌مون سر میره، ولی چون میدونیم که قراره بهمون نتیجه بده انجامش میدیم. و که تانکس، مرسی از همتون، مرسی که گوش کردین. 1 ساعت و 48 دقیقه فقط ضبطم طول کشید. یه 7-8 دقیقه هم قبلش تقریبا صحبت کردم. نزدیک 2 ساعت کلاس داریم. هر سوالی داریم بگیم بچه‌ها، من در خدمتتون هستم. جلسه امروز از بیسیک ترین جلسات سئو ما بودش، چون امروز ما با مفاهیم بسیار مهمی آشنا شدیم، مثل پرسونا، مثل اینتنت. تاسک انجام بدین با اینتنت خیلی خیلی بیشتر آشنا میشین. جلسات آینده سنگین و سنگین‌تر میشه هی و سعی میکنیم کار رو بهتر پیش ببریم. اگه سوالی داریم بگین، اگه نه که حالا من ضبط دوره رو بزنم، اتمامش رو بزنم. فایل امروز هم حجمش زیادتر از فایل جلسه قبلی. سوال؟ آقای حسینی سوال داریم، هم من سوال دارم هم بچه های دیگه سوال دارم. چه بپرسیم؟ آره من بپرسم، میکروفونم باز کردم. بعد خانم صالحی و نام سوال داشت. اوکی خیلی عالی. بپرس اول شما، بعد اینجوری بپرس. اول شما بپرس، بعد نرگس علی محمدی، بعد خانم صالحی، بعد آقای تیموری، بعد محمد رضا دستش آورد پایین. حالا آخرین سوال ما محمد رضا. شما بفرمایید. یه قسمتی که نویگیشنال رو گفتید که حالا ملکپور رو اشاره کردید، مثلا جنسیت که مثلا کودک، غذای کودک، این هم جزء نویگیشنال حساب میشه؟ کودکش منظورم. نه نیست. کودک اسم برند نیستش که گفتیم نویگیشن برای برنده. فقط برنده، یعنی اینکه جنسیت خاصی؟ نه فقط برنده. مرسی. خواهش میکنم. مرسی. خانم علی محمدی. من در مورد پرسونا سوال داشتم. یه سایت هایی مثل توروب یا دیجیکالا که مخاطباشون طیف گسترده‌ای از آدمان، جنسیت‌ها و سن‌های مختلف، اینا چجوری پرسونا می‌نویسن؟ چند تا می‌نویسن یا چجوریه؟ ببین همین الان بریم دیجیکالا رو ببینیم. بذاریم دیجیکالا رو ببینیم. خب دیجیکالا ببین، میزنیم مثلا دیجیکالا، میزنیم رو صفحه موبایلش رو نگاه کنیم، نیو تب وا کنیم و صفحه زیبایی سلامتش نیو تب وا کنیم. امیدوارم نت بیشتر یاری کنه امشب ما رو. حالا خدا رو شکر کلاس به اتمام داره میرسه و این نت حداقل یکم تونستیم باش کار کنیم، ولی خیلی نت ساعتش ضعیفه برای من بچه. امیدوارم که در طول کلاس صدای من خوب شنیده باشی. ببین داری خانم علی محمدی صدای بنده رو؟ خانم علی محمدی صدای بنده رو داری؟ بله دارن آقای من نمیشنم صدا. ببینید دیجیکالا صفحه موبایلش اینجا اومده از پرفروش ترین ها استفاده کرده. اینجا اومده گوشی ها رو بر اساس برند چیده، بعد پایینتر بر اساس قیمت چیده، بعد باز میاد پایینتر در رابطه با هر کدومش میاد ویدیو میذاره، بعد پایینش اومده یه کانتنتی نوشته که بر اساس پرسونایی که مخاطبی که داره است. خب همین دیجیکالا دوباره اومده واسه یه صفحه دیگهش که حالا صفحه زیباییشه. اونجا ببینیم چیکار کرده. یعنی حرف کلی میخوام یکم نت ضعیفه، ولی حرف کلی اینه که رنگش ببین بنفشه، این بالای رنگ نود راحت‌تر رنگا رو نود کرده. خب بعد اینجا رنگ بنفش استفاده کرده، دسته‌بندی ها رو عکس گذاشته، اونجا دسته‌بندی رو قیمت گذاشته بود اصلا. چرا؟ چون پرسونایی که موبایل میخره قیمت براش مهمه، پرسونایی که میخواد مثلا لوازم شخصی بخره ظاهر براش خیلی مهمه. بعد بنراش مثلا بنرای گوگلی تریه، اونجا بنرای مثلا قسمت موبایل، شما بنرها رو ببین
مثلا همه سفت و مثلا رسمیه، ولی کسی که میخواد لوازم آرایشی بخره بنرها گرد و چیزای دیگه. حالا چون من خودم در حال سئو کار دیجیکالام اینو به طور کامل میدونستم که این شکلیه، ولی مثلا تورو هم این شکلی هست، یعنی سایت های دیگه هم قطعا به این قضیه فکر میکنن. میبینیم مثلا اینجا پرتکرار ترین کالاها، چه میدونم مثلا قسمت مثلا پرفروش ترین کالا، خیلی چیزای دیگه رو میاد مطرح میکنه، چون که پرسونای کسی که داره لوازم آرایشی میخره و کسی که داره گوشی میخره متفاوته و سعی میکنه اون پرسونا رو راضی نگه داره. این شکلی. جواب سوالتون گرفتین خانم علی محمدی؟ بله مرسی. مرسی. خانم صالحی عزیز بفرمایید. من تمرین آخر متوجه نشدم باید چیکار کنیم. تمرین آخر رو میشه یه مثال بزنید؟ یه اکسل بهتون میدیم. خب تو اکسل نوشته شد لغت ها مشخصه. خب جلوش باید بنویسین که کدومی که از اون 4 نوع اینتنتی که ما داریم. همین، خیلی ساده است. شفافه یا میخواین بیشتر توضیح بده؟ مثلا تو قسمت خرید ماشین، خب خرید ماشین خودش میشه مثلا ترانزکشنال، ولی قیمت ماشین باز میشه ترانزکشنال. اگه مثلا بپرسه چگونه ماشین خود رو بخری، میشه اینفورمیشنال. منظور اینه. مرسی. قربان شما. محمد رضا شما بگو. منم همین سوال تمرین بود که آقای حسینی، چون که الان تو حین سفرین به خاطر تعطیلات، بعد این تمرین‌ها رو باید تا شنبه برسونیم که جلسه بعدیه، نه یا داستانش چجوریه؟ نه تمرین‌ها به جلسه نیست دیگه. برای هر کس تو هم پی وی ارسال میشه، تمرین تو پی وی میفرستیم براتون بچه. تو پی وی میفرستیم، تاریخش هم دقیقاً میگیم دیگه. حالا پشتیبان براتون همه رو ارسال میکنه تمرین. خیلی ممنون. فکر کنم من بهش گفتم تا فردا ظهر بفرسته براتون. دست شما درد نکنه، خسته نباشی. قربان شما. کسی دیگه خانم ماشین شما سوال داری هنوزم؟ دستت بالاست؟ من سوال خاصی نداشتم، دستم از قبل مونده. خیلی عالی. آقای حسینی جسارتا این اینتنت ها رو، این چارت های آخر یکم دیگه توضیح میدین؟ این یکم هنوز متوجه فردا میشه نشدم. توضیح داد، چرا که نه. ببین بریم سراغ اینترنت یه کوچولو مرورش میکنیم. امسال علاوه بر اینترنت لپتاپ هم داره اذیت میکنه، خیلی عجیب. ببین اینفورمیشنال یعنی لغت هایی که دنبال اطلاعات میگردن. یکی بچه میکروفونش بازه، میشه میکروفونشو ببنده هر کی هست. اینفورمیشن در رابطه با اینه که مثلا چگونه این کار رو انجام بدیم، کی این کار رو بکنیم. مثلا دقیقاً تو انگلیسی بهش میگن WH question ها، یعنی حالا what where، مثلا who چه کسی، چه جوری، کجا، کی، اینا این شکلی هن. یا مثلا حتی اینکه غذا چی بخوریم دیگه، چه میدونم مثلا ویتامین دیم کمه چی کار کنم، موهام داره میریزه چی کار کنم. اینجور سوال، این دنبال اطلاعات میگره. مثلا بهترین مثلا بازیگر سال، بهترین فیلم سال، آخر هفته چه فیلمی ببینم، از این جور جنس کاراست. نویگیشن اسم برند توش داره، مثلا بیسکویت مثلا مادر، مثلا خودش نویگیشنال، طرف میدونه چی میخواد سرچ کنه. مثلا کیک شیرین عسل، مثلا چه میدونم یخچال اسنووا، دیگه چه میدونم مثلا تلویزیون ایکس ویژن، دیگه لپتاپ گیمینگ مثلا ایسوس، دیگه چه میدونم کفش نایکی، دیگه هی دارم مثال میزنم ذهنتون بیشتر ببینید چه شکلیه. مثلا کامرشیاله چجوریه، مثلا فروش مثلا آووکادو در ایران. اینفورمیشن هم ممکنه هم داره دیتا بهت میده، ولی تجاری هم هستش همزمان. ترانزکشنال، خرید فلان چیز، رزرو بلیط هواپیما. حسین خودش نوشته بود دانلود مثلا بازی کم حجم کامپیوتر، دیگه چه میدونم رزرو بلیط مثلا سینما، دیگه چه میدونم وقت گرفتن از مشاور آنلاین. هر چیزی که اکشن داره توش، یعنی عمل داره توش، یعنی داره یه کاری رو انجام میده. لوکال سئو هم که میشه سئو محلی، مثلا خرید پسته از رفسنجان، خرید مثلا
چی بشه، یعنی بادوم زمینی مثلا از هند، از مثال ها، شاید لغت اصلا خوبی نباشه و هرچی. این میشه تقریبا اینتنت هایی که داریم. باید مشخص کنیم اون لیستی که داریم هر کدوم چه جنسی دارن. ما جنس لغات رو خوب بفهمیم میتونیم راحت تر بریم سراغشون که سئوشون کنیم. خیلی ممنونم ازتون. سوال بچه ها نداریم دیگه؟ خسته نباشین. پس بچه اگه با من کاری ندارین شب خیلی خوبی داشته باشین. شبتون بخیر، خسته نباشید.